سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو در مورد مهاجرت به کشور آلمان برای پزشکای عمومی فارغ التحصیل ایران هست که قراره در ادامه مصاحبه من با خانم دکتر رو تماشا بکنید. اگر در مورد مهاجرت به آلمان مرددین، یکی دو ترم زبان آلمانی خوندین بعدش پشیمون شدین، نمیدونین دقیقاً، حالا یه نکته‌ای که هست اینه که لایوهای دیگه که در مورد مهاجرت به آلمان هست بعضن ناقصه، بعضی سوالا رو کامل جواب ندادن، ولی من یه چک لیست کامل از سوالات رو در مورد لایف استایل، درآمدا، اینکه مثلا با همسرتون بخواید مهاجرت کنین، همه چیزو کامل پرسیدم. اینکه مسیر دقیقاً چیه، بلافاصله بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم باید چیکار کنین، همه اینا رو کامل پرسیدم و من بعید میدونم سوالی مونده باشه که اگر شما این لایو رو ببینید بهش پاسخ نداده باشم. و همین پیشنهاد میکنم حتما هر جای لایو خسته شدین تحمل کنید تا آخر ببینید و وقتتون رو کامل بذارین که یک بار برای همیشه در مورد کشور آلمان تصمیم گیری کنین که میخواین انتخابش بکنین به عنوان مقصد مهاجرتیتون یا خیر. خیلی ممنون از حضورتون و همراهیتون. بریم سراغ لایو. سلام به شما، من آرتینم، اینترنم توی دانشگاه آزاد مشهد و با زهرا قراره یه لایو داشته باشیم راجع به تصمیم گیری در مورد مهاجرت به کشور آلمان، حالا به صورت رزیدنتی یا سایر کارهایی که میشه کرد. کلیات چیزایی که قرار بحث کنیم، حالا بحث هزینه‌هایی که این مسیر به طور کلی داره، خود این که شرایط بعد از حالا دوره رزیدنتی میتونه چجوری باشه، خود دوره رزیدنتی در آلمان چجوری، شرایط ورود به رشته‌ها، یه سری کلیاتی که انگار قراره کسی که حالا تصمیم بگیره این مسیر رو با همه سختیاش بیاد قرار بعدش با چی مواجه بشه. از زهره عزیز خواهش میکنم که خودش رو معرفی کنه و بریم سراغ سوالام. اینم راستی بگم، ببخشید قبل از شما، که یه چک لیست از قبل آماده از سوالات داریم و قرار این چک لیست خیلی دقیق حالا سعی کردیم سوالات رو بررسی کنیم که دقیقاً بزنیم تو خال دیگه، بزنیم دقیقاً همه اون سوالایی که ممکنه ذهن این نفر رو درگیر بکنه رو بپرسیم و اگه آماده‌ای که بزن بریم. من خودم معرفی کنم. من زهرام، تازگی‌ها شدم رزیدنت سال 3 روانپزشکی توی آلمان. سال 3 روانپزشکی. رشته‌های سخت هم هست دیگه. یه زبان خیلی توپ لازم داره که بزرگترین چالش بچه‌هام زبانه. خب ببین، حالا سوالا رو به ترتیب میخوام برم که ذهنمون آماده باشه. یکی این که انگیزه تو از انتخاب مهاجرت نسبت به بقیه مسیرایی که یه نفر داره توی فیلد پزشکی چی بود؟ یعنی تو میتونستی حالا وارد کار عمومی بشی، درمانگاه بری، وارد رزیدنتی ایران بشی، یا وارد کار زیبایی و MMT و کلی از مسیرایی که ممکنه ذهن بچه‌ها رو درگیر کنه. ببخشید من شما رو چیز می‌کنم، حرفتون قطع می‌کنم. همه اینا گفتنش خیلی ساده است. منم زمان شما که اینترن که بودم، زمان خودم اینجوری بودم که خب من بعد از عمومی چقدر گزینه‌های زیادی پیش روم و قراره چیکار بکنم و وای قراره دنیا رو درمان بکنم و پزشک دکده بشم و این داستانا رو منم اون موقع فکر می‌کردم. ولی فارغ التحصیل که شدم دیدم از این خبران نیست. یعنی یه مسیر زیباییه که شما وقتی مسیر زیبایی هم انتخاب بکنید پروانه مطب لازم دارید. برای گرفتن اون پروانه مطب تو شهرهای بزرگ که در هر صورت خیلی مشکلات دارید، مگه اینکه برید شهرهای کوچیک و شهرهای اطراف بخواید کار بکنید که خب من اصلا زیبایی به رویاتم نمیخورد. یعنی اصلا آدمی نبودم که بزنم، یعنی یه چیز شخصیه این فعالیت بکنم. یا باید رزیدنت بشید که حالا اونم مسیرش کاملا مشخصه، بچه‌ها میدونن که چه شرایطی در انتظارشونه، و یا اینکه بدون پروانه کار بکنید و حالا بعد از طرحو دارم میگم. یعنی خیلی گزینه‌های مختلفی پیش روی آدم نیست که بخواد انتخاب بکنه، ولی از بین چیزایی که حالا برای من بود مهاجرت از همش منطقی‌تر بود. درست. یعنی مثلا رزیدنتی رشته‌های خوب هم فکر کرده بودی دیگه، مثلا یه رشته خوب بری با تضمین حالا مثلا ظاهرا چیزی که الان به نظر میرسه درآمد خوب، ولی انتخابت این بود که به علاقت حالا احتمالاً برسی به روانپزشکی. آره و این مسئولیه. درست. حالا بیشتر بهش می‌پردازیم دیگه در ادامه. چی شد که کشوری که انتخاب کردی آلمان بود؟ حالا مثلا مهاجرت به انگلیس هم رایج، استرالیا، آمریکا یا کشورهای دیگه؟ خب من کشور اتحادیه می‌خواستم، یعنی تکلیفم مشخص بود که حتما کشور توی اتحادیه می‌خواستم که ویزام شنگن باشه، رفت آمدم به ایران راحت باشه. خب آمریکا و استرالیا برام خط می‌خورد. از اون طرف انگلیس هم جزء اتحادیه نبود، یعنی اگه انگلیس می‌رفتم به جزیره تقریبا محدود می‌شدم تا حالا به اقامت دائم و شرایط خوب برسم. تو بین کشورهای اتحادیه آلمان از همش منطقی‌تر بود و خب مسیر روشن‌تری هم داشت. به لطف بچه‌هایی که از قبل رفته بودن اطلاع رسانی کرده بودن، مسیرش نسبت به بقیه کشورها منطقی‌تر به نظر می‌رسید. فکر می‌کنم یکی از آپشن‌های مهمش هم به اصطلاح شهروند شدن و سیتیزن شدنه، نه؟ یعنی من کشورهای دیگر نمیدونم که شرایطشون چه شکلیه، ولی به صورت کلی برای آلمان شما اگر واجد شرایط گرفتن بلو کارت باشید که ما پزشکا واجد شرایطش هستیم، بعد از 21 ماه میتونید اقامت دائم دریافت بکنید و بعد از 3 سال با قانون جدید، نمیدونم واقعا چقدر درست یا غلطه، خودم هنوز به اون مرحله نرسیدم، میتونید پاس آلمانی دریافت بکنید. پاس الان اقامت دائمو داری یعنی؟ بله. آفرین. خوب.
خب یه سوال میپرسم، به نظرم حالا این میتونه جواب جالبی داشته باشه. اینکه انتظاراتت قبل از اینکه حالا وارد آلمان بشی یه سری تصوراتی داره آدم دیگه، چی بود و الان چقدرش برآورده شده، چقدرش بهتره، چقدرش بدتره و این چجوری میتونی اینو جواب بدی؟ یه ذره بیشتر مثال میزنی روشنش میکنی برام؟ ببین مثلا میگم الان برای من تصورم اینه که مثلا حالا به طور مثال آلمانی‌ها یه مقداری نجات پرستن، مثلا بحث انگار درآمدا رو نگاه میکنی میگی که خب مثلا همه اینجوریه تو ذهنشون که توی آلمان توی سطح متوسطی هستی، نمیتونی خیلی مثلا پولدار بشی، اینا خیلی مثلا شاید چیز نباشه. یعنی این کلیاتی که راجع به آلمان ممکنه فکر کنم، زبانش مثلا چقدر سخته، اصلا نمیتونی با مریضا مثلا صحبت کنی، اینجور چیزا منظورم. خب من تو پرانتز بهتون بگم که من با مدرک C2 مهاجرت کردم، یعنی آخرین مدرک زبان آلمانی که موجود هست رو من باهاش مهاجرت کردم. آخرت زبان آلمانی؟ نه اینطوری نیست، برای اینکه زبان واقعا مثل یه اقیانوس میمونه و شما هر چقدر ازش یاد بگیری باز غلط نیستی به اندازه کافی. من همین الان با مریضا صحبت میکنم 70-75% حرفا رو متوجه میشم، واقعا 25-30% حرفا رو هنوز متوجه نمیشم. مثلا اگه مریضتون یه ذره لهجه داشته باشه یا حال روحی و روانیش خوب نباشه خیلی نمیتونی بگی وای من الان 100% همه چی رو فهمیدم. حالا بگذاریم اینو میذارم کنار. ولی راجع به انتظاراتم، من اون چیزی که مد نظرم بود با اون چیزی که توی ایران بودم و این چیزی که الان بهش رسیدم، از جایگاهی که الان دارم ناراضی نیستم، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ حالا شرایط اجتماعی. مثلا نجات پرستی هم که بهش اشاره کردی، مسئله نجات پرستی ببینید توی آلمان انقدر بولد حداقل نسبت به پزشک اتفاق نمیفته. یعنی آلمانی‌ها ذاتاً آدمای محتاطی هستن. تجربه من که حالا 2.5 ساله که آلمانم اینجوری بوده که آلمانی‌ها در واقع آدمای محتاطی هستن و هیچ وقت نشون نمیدن مستقیم که آره ببین تو کلت سیاهه، آره تو مثلا رو سری سرته، من الان باید با تو نجات پرستی بکنم. نه این شکلی نیست. واقعا اگرم باشه باید تو بحثا خیلی عمیق شد و خیلی مثلا توی جزئیات ریز و اینا که خب تفاوت وجود داره، کاملا هم طبیعیه، مشخصه، خیلی نمیشه که بانش کرد. ولی اون چیزی که من مد نظرم بود و بهش رسیدم. ولی بچه‌ها ببینید من یه جوجه پزشک عمومی بودم که مهاجرت کردم. اگه شما مثلا یه فوق تخصص توی یکی از بیمارستان‌های خوب تهرانی که نمیدونم سهام بیمارستان دارید و اوضاع مالیتون خیلی خوبه و 2 تا مطب دارید و فلان و اینا، شاید اگه شما بیاین یه مقداری تو ذوقتون بخوره. ولی من یه پزشک عمومی تازه فارغ التحصیل بودم که نسبت به چیزی که الان بهش رسیدم خیلی ناراحت کننده نیست. یعنی از الان اگه با جایگاه خودم ناراحت کننده نیست یعنی چی؟ یعنی خوشحالی؟ آره یعنی ناراضی نیستم، یعنی خوبه، یعنی کلیت نگاه می‌کنی شرایط مالیت راضی؟ اگه الانم با یه سال 3 روان ایران مقایسه بکنم شرایط مالیم بهتره. ببین بهتره خیلی کلمه ضعیفیه نسبت به این که مثلا خیلی عالیه. خب من نمیدونم حقوقا من نه نمیگم خیلی عالیه، ولی مثلا رزیدنت سال 3 روان حالا مثلا 10 تا کشیک داره، 8 تا کشیک داره، بعد مثلا حقوقش هم حالا الان دقیقش یادم نیست ولی مثلا اگه مجرد باشه 15 تومنه مثلا اولش رقم 200 یورو خوب پیش رفته. خب ببین تو بعد ببینید با 15 تومن تو ایران می‌خوای چیکار بکنی دیگه؟ یعنی تو یه خونه معمولی 10 میلیون تو ایران آیا میتونی اجاره خونه بدی؟ ببین من اصلا هیچ تشویق به مهاجرت و اینا نمی‌کنم. خب خودمو مثال میزنم که خب من الان اگه مثلا ایران بودم سال 3 روان بودم 15 تومن درآمدم بود، آیا از پس مثلا اجاره خونم تو تهران برمیومدم، از پس یه مسافرت برمیومدم، از پس خورد و خوراکم برمیومدم اگه خانواده الان برمیام کردم الان برمیام الان از پس اجاره خونم برمیام، از پس مسافرت برمیام. کنسرت خوبی هم رفتی نه؟ آره از پس اون چیزایی که همیشه دوست داشتم بهشون برسم برمیام. مثلا من خیلی کره رو دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که از آرزوام که به کره سفر بکنم. خب بهش رسیدم. اگه ایران بودم قطعا تا سالیان سال اون مقدار عدد یورو رو نمیتونستم جمع بکنم که بتونم به یک از آرزوام برسم. نامست دیگه. ولی متفاوته. بفهمید. یه سوال میپرسم تا حدی که میتونی واقعا سعی کن اینو یه جوری جواب بدی. کدوم سواله؟ بگو. حالا دوام میشه. با چه بیسی از نظر تحصیلی و مالی و مثلا حالا احساسی مثلا از این مدل‌ها بودی که هر شب با دوستات بیرون، یا مثلا چه میدونم از این مدل‌ها که خیلی وضع مالی خانواده خوب بود و اصلا تو روش حساب می‌کردی، میدونی هم مالی هم تحصیلی، اینا میخوام بدونم با چه بیسی اومدی؟ یا مثلا بحث زبان که میدونم بیست خوب بوده، مثلا اینو توی چند سال ساختی؟ مثلا یه نفر یه آدم نوعی بخواد تصمیم بگیره این مسیر رو بره، چقدر با تو فاصله داره از موقعی که تو تصمیم گرفتی این مسیر رو بری؟ خب بیس مالی اول گفتی،
نه خیلی خانواده پولداری داشتم، نه خیلی خانواده فقیری داشتم. یعنی اونقدری داشتن که بتونن اون بیس اول مهاجرت رو اونها به من بدن که مهاجرت بکنم، اون عدد اولیه تمکن ما. حالا این بیس اولم یاد باشه تو سال بعدی. آره میرسیم بهش. ولی خانواده اونطوری هم نداشتم که بگم وای مثلا خیلی پولدار بودیم و خیلی اوضاع خوب بود و اینا، نه. ولی بعدم نبود خدا رو شکر. راجع به مسئله، ولی از خودم هیچی نداشتم. ببین فرقم هست دیگه. این خانواده حالا جایگاهشون که مشخصه، ولی خب من اگه مثلا بگم من تو ایران خودم چی داشتم، من خودم تو ایران چیز خاصی نداشتم. چون اگه کسی که خونه داره که ماشین، خودت هم ببخشید میونه صحبت رو قرار شدی خودت هم معرفی کنی، حداقل بگو دانشگاه کجا خوندی؟ بهشتی درس خوندم. خب دیگه چی؟ بعد جزء بچه درس خونا بودی اونجا؟ آره پاس میشدم ولی اونطوری نبودم که مثلا حالا ردیف یک بشینم و خیلی نمره ها خوب باشه بود. من چیزی که من از بچهای پزشکی دیدم این که تو گفتی پاس میشدم، یعنی احتمالاً چند تا معدل ایفتم داشتی، ولی حالا معدل کل پزشکی عمومی 18 و خورده‌ای بود. خب ولی نه تو هم همینطوری میشی. خودم تعجب کردم روزی که بهم دادن چیزو، ولی نمیدونم چه جوری حساب میکنن علوم‌های اینترنت، یه جوری ظریف مریب داره، خیلی من دقیق نمیدونم، ولی یه معدل خیلی بالا میاد. ولی فکر کنم همین هولوش باشه، یعنی فکر نمی‌کنم مثلا خیلی پایین‌تر باشه. فکر می‌کنم مثلا بخوای حدودی بگی جزء بچهای متوسط رو به خوبه. نه معمولی بودم، پایین نبودم، ته لیست نبودم، ولی اونجوری هم نبودم که 1 تا 10 باشم. مثلا تو کلاس 100 نفره مثلا 50 اینا بود. فهمیدم، متوجه. بعد حالا اون بود احساسیش چی؟ دوست و رفیق و اینا؟ مثلا خود تهرانی هستی؟ آره من تهرانی اصالتا که ترکم، ولی خب خودم در مادرم نه متولد تهرانیم. حالا اینا مهم نیست، ولی دوستات و اینا هم ولی این شکلی بودیم که خب من خیلی دوست داشتم و من از معاشرت کردن با آدما خیلی لذت می‌برم و خیلی دوست دارم. اینجوری بود که یه بازه زمانی من اصلا تقویمم انقدر پر بود که وقت نداشتم دوستامو ببینم. این خب خیلی برام ناراحت کننده بود دیگه، چون وقتی که اومدم اینجا یه خلأ بزرگ یهویی اطرافم حس شد. تمام آدم‌هایی که باهاشون دوست بودم یهویی دیگه نبودن و من بودم تنها و همچنان هم هنوز اون خلأ پر نشده. یعنی هنوزم نتونستم آدمایی رو پیدا بکنم که اندازه اون آدمایی که تو ایران باهاشون صمیمی بودم بتونم ارتباط صمیمی بگم. یه مقدارش هم طبیعیه، برای اینکه سن آدم که یکم بالاتر میره یکم سخت‌تر میتونه خب دوست پیدا بکنه دیگه. بعد چقدر این موضوع برات قویه؟ یعنی چقدر این موضوع باعث میشه مثلا بگی آقا مثلا چه اشتباهی کردم مهاجرت کردم؟ مثلا بعضی اینجوری یعنی میترسن از اون نقطه امنی که دارن، حالا مثلا تو شهرشون، توی ارتباطاتشون، مثلا اینها میترسن رها کنن. میدونی چی میگم؟ طبیعی هم هست، کاملا طبیعیه. ولی بستگی به مود و حال و اینام داره دیگه. روزای عادی که سر کار میرم خب خیلی به چشمم نمیاد، ولی اگه آخر هفته‌ای باشه که کشیک نباشم، شیفت نباشم، تنها باشم، مریض باشم، یا مثلا الان زمستون باشه که هوا مداوم تاریکه، خب بیشتر این تنهایی به چشم آدم میاد دیگه. ولی در مورد شخص تو به حدی نیست بگی من به خاطر این موضوع باز برگردم. نه مثلا کلا آدمی نیستم که بگم اوکی من حالا به خاطر کریرم و به خاطر مسائل دیگه کنار میذارم. متوجه شدم. بعد خب این سوالم فکر می‌کنم این چیزایی که می‌خواستم و پرسیدیم. الان که مثلا این مسیر رو رفتیم، اینو یکی از چیزایی که یه نکته در مورد بحث قبلی بگم، همیشه اینو میگن مثلا تو بحث مهاجرت بعد از اون مرحله‌ای که هانیمون مهاجرت محسوب میشه و انگار مثلا اون ماحصله تموم میشه و دیگه چیزای جدیدش برات عادی میشه، بعد افسردگی هست که حالا جان دیگه من به ماحصله نرسیدم. ولی خب ببخشید دیگه اون سفری که رفتی و حالا کنسرت‌ها و اینا دیگه همینه دیگه. ماحصل دیگه نمیدونم. ما اینجا والا برامون جالبه. حالا به خاطر ماحصل هم میرن یه شهر دیگه. حالا یکی وسش میرسه مثلا چه میدونم میره شمال، یکی کیش میره، یکی تایلند میره، یکی دبی میره. حالا به هر شما کره رفتی دیگه، خوب بوده. یکی از چیزایی که آره این فاز افسردگی رو تجربه میکنن و باز خیلی جالبه. مثلا تو این 2-3 سال خودت ایران اومدی؟ بله. بعد میای ایران چه حسی داری به اینجا؟ یعنی هنوز برات حس خونه است؟ مثلا میخوای برگردی اونجا میگی ای بابا ولش کن مثلا مرگته، یا نه مثلا میگی ای بابا ما تو چه مثلا دهکوره‌ای زندگی می‌کردیم اینجا کجاست دیگه مثلا برگردم اونجا؟ وطن که خب وطنه، خب تا همیشه هم وطنه و فکر نمی‌کنم حالا من که هنوز احساس وطن ندارم به حال ما، ولی ایرانم که میای دیگه به ایرانم اون احساس قدیمیش رو نداری. یعنی بازم بعد یه چند وقت اینجوری هستی که خب من الان خونه زندگیم جای دیگه است. و یکم من باز حالا تجربه رو میگم، یکم بعد اینکه باز برمیگردی اون افسردگی و اون ناراحتی فکر می‌کنم یکم متعادل‌تر میشه، نه؟ یعنی که
نه بدتر میشه. خیلی بدتر میشه، چون شما مدت زمانی که مثلا که کار بکنی ایران بخوای بمونی خیلی محدوده دیگه. مثلا تو میگی من 2 هفته ایرانم، 3 هفته ایرانم، 2 هفته 3 هفته عدد خیلی بالایی نیست. حالا تو این 2 هفته 3 هفته با خانواده وقت بگذرونی، دوستاتو بتونی ببینی، فامیل، آشنا، هر کی ارتباط بگیری، جاهایی که دوست داشتی بری، غذاهایی که نخورده بودی تو این چند سال رو بری بخوری. ولی وقتی که برمیگردی اصلا یه خلأ وحشتناک، یعنی از شما حساب بکن تا دیشب دور چلوغ بوده، مامان بوده، بابا بوده، خواهر برادر بودن، دوستا بودن، همزبون بوده تو خیابون. بعد الان اومدی توی خونه‌ای که حالا احتمالاً از خونه‌ای تو ایران داشتی کوچیک‌تره و هیچ کس نیست. یعنی هیچ کس نیست که شما باهاش حرف بزنی، باهاش ارتباط بگیری، درد و دل بکنی، وقت بگذرونی و اصلا خلأ وحشتناک به چشم میاد. اونقدری که من قشنگ یادمه اولین بار که برگشتم خیلی تا چند وقت طولانی حالم خیلی بد بود. یعنی شنبه یک شنبه ها رو واقعا سخت می‌گذروندم. ببین خیلی دلم میخواد به این سوال نرسیم هیچ وقت، ولی باز اینو باید یه جوری دوست دارم اینو یه جایی کسایی که اونجا ان مسیرشون ادامه میدن موفقن و حالا ظاهرا مود خوبو دارن، یعنی حالا به غیر از اینکه بیس افسردگی آدم داره، این چرا برنمیگردی الان میاد تو ذهنم مثلا چرا برنمیگردی؟ این جوابو میگیره. برگردم من چیکار بکنم؟ برگردی چه میدونم مثلا برگردم امتحان تخصص بدم، دوباره رزیدنتی تخصصی روان. بچه‌ها مثلا منفی نمیگم خب، یعنی اگه شما الان رزیدنت روان هستی نوش جونتون، یا رزیدنت هر رشته دیگه هستید قطعا موفق میشید، قطعا هم به جاهای بالا میرسید. خب خودمو مثال میزنم، الان من برمیگردم ایران، فرض مثال خب امتحان تخصص میدم، حالا فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه قبول شدن تو شرایط فعلی. اون حالا رشته روانپزشکی رو من انتخاب میکنم، یه دانشگاهی تو ایران شروع میکنم به تخصص خوندن، 4 سال تخصصمو میخونم، حین تخصص 15 میلیون 20 میلیون حقوق میگیرم، احتمالاً خونه مامان بابا باید زندگی بکنم، این وسطا شاید ازدواج بکنم فلان، بعد در نهایت بعد تخصص باید برم طرح تخصص، 2 سال توی یکی از دهکوره‌ها دارم طرح میگذرونم. بعد که حالا طرحم تموم شد بعد به این فکر کنم که آیا مطب بزنم، مریض جمع بکنم، پیج اینستاگرام بزنم. به این ببینید من نمیگم جایگاه اینه که این کارو دارم میکنم پایینا، خودمو مثال میزنم. الان این چیزی که من الان توش هستم جوری هستش که منو قانع بکنه که به برگشتن خیلی فکر نکنم. ولی اینکه حالا در آینده چه اتفاقی میفته رو نمیدونم که من الان 5 سال دیگه همین نظری که الان دارم میدم و داشته باشم نمیدونم، شاید 5 سال دیگه نظرم این باشه که نه من انقدر دلتنگی به فشار آورده یا انقدر نبوده خانواده به فشار آورده من برمیگردم ایران. ولی الان بعد از حالا 2 سال و نیم حضور در آلمان اون میل به برگشتنم اونقدر قوی نیستش که بگم اوکی من الان فردا بلیط میگیرم برمیگردم. یه سوالی که حالا شاید برای خیلی به وجود بیاد، من تو چک لیست ننوشتم الان بپرسم ازت، بعد از خوندن تخصص مدرک تو ایران قبول میکنه؟ اینو نمیدونم دقیق، ولی میدونم که اگه شما 60% از دورتون رو تو اونی کلینیکوم گذرونده باشید احتمالاً تو ایران هم دوباره ازتون امتحان معادل سازی میگیرن دیگه. این امتحان معادل سازی تخصص، دوباره امتحان معادل سازی تخصص میگیرن و احتمالاً قبول میکنن. حالا اینکه شاید کسری بزنن با توجه به کوریکولوم یا نزنن نمیدونم، ولی اینکه چقدر یه نفر بعد از کار کردن تو سیستم آلمان با فارماکوپی آلمان با کشیکای آلمان با درآمد آلمان میتونه بعداً خودش رو تو سیستم ایران ادجاست بکنه، چقدر قابل چیز باشه، اینو نمیدونم واقعا. مهاجرت بعضی این آرامش تکیه رو دوست دارن دیگه، میگن آقا من میرم نهایت اگه مثلا چیز نبود برگردم. حالا این همیشه که راه برگشت خیلی فاصله است، آدم وقتی نرفته فکر میکنه که به این راحتیه، ولی به هر حال اینکه تو ذهنش آدم داره مثلا محاسبه میکنه اینجوری بتونه محاسبه کنه بازم خودشه چیزی درست. آره پس فکر میکنه احتمالاً میشه مثلا حالا تطبیق زد و اینا، ولی بعد ببینید اون موقع وزارت بهداشت چه فکری تو سرشه، چه برنامه‌ای داره، متخصصا تو کشور زیادن کمن، قبول میکنه نمیکنه، قرار از هند پزشک وارد کنه نکنه نمیدونم. خب الان که رفتی اگه یه نگاه واقع بینانه بخوای نسبت به شرایط کاری، شرایط زندگی، لایف استایل، شرایط اجتماعی که خب برای همه مثلا یه سری دغدغه‌های تو ایران هست و اینها نگاه بکنی، چقدر به نظرت اینا همچنان برات مهمه و همچنان مثلا جزو چیزاییه که باعث میشه که بخوای مسیر تو ادامه بدی، به انگیزه میده همون مسیری که رفتی ادامه بدی، یا نه میگی مثلا نه خیلی هم مهم نبود، حالا فوقش مثلا به 10 15 تومانی مثلا سر می‌کردیم؟ ببین اگه اون فقدان بزرگ، حالا من فقدان درست یا فقدان درسته، ولی اون نبوده در واقع خانواده و دوست و آشنا و دلتنگی نسبت به وطن رو کنار بذاری، از لحاظ لایف استایل اینا فکر میکنم تو اروپا شرایط بهتری آدم داشته باشه. اگه البته از یه خانواده متوسط با یه درآمد معمولی تو ایران شما مهاجرت کرده باشید، میگم اگه یه نفری باشید که رئیس بیمارستان باشید یا تو ایران خیلی لاکچری زندگی کرده باشید، شاید تو ذوقتون بخوره و اصلا نتونید ادامه بدید. ولی اگه شما از یه جای معمولی مهاجرت کرده باشید، توی شرایط معمولی مهاجرت کرده باشید، من فکر می‌کنم لایف استایل بهتری تو اروپا میتونید داشته باشید.
این سوالو اینجا بپرسم به خاطر اینکه بیشتر میخوره، بعدش بریم سراغ وضعیت فعلی الان. مسیر مهاجرت رزیدنتی به آلمان از لحظه‌ای که من تصمیم میگیرم از امشب که اوکی من تصمیممو گرفتم برم آلمان تا لحظه‌ای که به درآمد میرسم، یعنی اونجا حالا به عنوان رزیدنت به درآمد رسیدم، چقدر هزینه داره و چقدر زمان میخواد و چقدر حالا کلا چالش اصلیش حدوداً چجوریه؟ نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی چالش اصلی که باش روبرو هم بچه‌ها. اوکی. ببین از لحاظ زمانو که من واقعا اصلا تو مهاجرت شما اصلا نمیتونی چرت بندازی بگی من 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه من تایم تیبل دارم که حتما تا 1 سال دیگه بهش میرسم، چون انقدر فاکتورهای مختلفی تاثیرگذار هستن که از حدود اختیارات شما خارجه که واقعا نمیتونید خیلی عدد خاصی رو پیش بینی بکنید بگید من تا 1 سال دیگه از این موقع آلمانم. خب باز ببینید اون چیزایی که دست شماست، گرفتن مدرک زبانه که خب مدرک زبان بستگی به هوش و استعداد شما تو زبان داره، مدرک زبانی شما بله B2 یا B2 لازم داره حداقل، و خب این کاملا بستگی حالا علاوه بر این که بستگی به هوش و ذکاوت شما توی زبان آموزی داره که برای یه نفر ممکنه 1 سال این اتفاق بیفته، برای یه نفر مثلا 5 سال تا به B2 برسه که بتونه امتحان بده، یه مینیمم 1 ساله رو که قطعا داره. حالا ولی اینکه چقدر کم زیاد و اینا باشه بسته به جلسات شما، نمیدونم خصوصی جلسه داشته باشید عمومی باشه، چقدر اینتنسیو بخواید مثلا زبان آلمانی یاد بگیرید، خب متفاوت، ولی یه مینیمم 1 ساله‌ای هست. یه زبان میخواد پس شد 1 سال. اوکی. این ببین مینیمم کفشه ها. خب آفرین، ولی ممکنه برای یه نفر 2 سال 3 سال طول بکشه تا به B2 برسه. خودت گفتی دیگه تو خودت A1 و A2 B1 B2 C1 C2 با C2 رفتی، حالا هر چقدر طول کشیده، ولی منظور این که هیچ وقت زبان یه چیزیه که هیچ وقت کافی نیست دیگه، یعنی حداقل رو داری میگی. به غیر از بحث الان مثلا من تصمیم گرفتم، خب اون لحظه ای که قراره چیز کنم، قراره به اصطلاح ویزام دستم باشه برم فرودگاه، تا اون لحظه چه کاری کردم؟ یه مدرک زبان گرفتم. آفرین، مدرک زبان این 1 سال که حالا زبان آموزیش از اون طرف شما باید ببینید که الان وضعیت امتحان دادن چه شکلیه. یعنی ممکنه بعضی وقتا بچه‌ها برای امتحان دادن تو ایران با شرایطی که حالا الان گوته بسته شده، امتحانات دیگه یکم ادا در میارن برای بچه‌ها برای ثبت نام برای قبول شدن و اینا. یکم حالا امتحان زبانمو یا داخل ایران گوته یا خارج از ایران، حالا اوکی واسه بگید چقدر طول بکشه. پس شما باید مدارکتون رو آماده بکنید که این آماده سازی مدارک و لگال کردن و ایناش چیزی حدود خیلی واقعا طول نمیکشه، ترجمه و لگال کردن و اینا باز متفاوته، ولی احتمالاً 1 ماه تا 1 ماه و نیم طول میکشه. بذار من اینم بگم، یعنی اینکه مدارک حالا فارغ التحصیلی و دانشنامه چک لیست ایالتتون رو منظم بکنید، 1 ماه اینا ممکن طول بکشه ترجمه. لگال کردن هم باز بستگی به ایالتتون خب متفاوته، ولی مثلا اگه شما کارتون به ویزا متریک بیفته، باز ویزا متریک ممکنه یکم عدد در بیاره و ممکنه این عدده باز بالا پایین بشه، اون دیگه باز دست شما نیست. خب اون یکی بالا پایین بشه، ببین شما باید مدارکت رو لگال بکنی. خب تو برای لگال تعداد مدرکی که میخواد و جزئیاتش برای برای اپوستل کردن مدارکتون ممکنه کاری به خونش ندارم، یعنی من میخوام مهاجرت کنم، یه مدرک زبان تا اینجا شد، اوکی، مدرک زبان لگال کردن مدرک یه سری مدارکی با توجه به یه سری مدارکی یه سری مدارکی مثل خود دانشنامه و حالا ریزنمرات و اینجور چیزا باید از دانشگاه تحویل بگیرم، اونم تا جایی که من میدونم از موقعی که درخواست میدی 3-4 ماه طول میکشه، بعدم میبری دارو ترجمه یه چیزی اونا رو ترجمه میکنه، یه چیزی اولوژی ماه طول میکشه. اوکی اونم روش. حالا بعد میگم باز اینا همه تقریبیه بچه‌ها، ممکن تو زمانی که شما دارید درخواست میدید همه این عددات متفاوت باشه، خیلی روش حساب ویژه باز نکنید. خیلی روش نمیشه حساب باز کرد. و حالا لگالیزاسیون مدارکتون ممکن چند ماه طول بکشه، ممکنه اون موقع که من اومدم لگال کردن و وقت گرفتن از سفارت رو هم دیگه شد 1.5 ماه، ولی الان میدونم خیلی طولانی تر شده. پس شد ترجمه مدارک و اینا رو انجام دادیم، بعد با همین فقط زبان و ترجمه مدارک یه وقت سفارت میگیری؟ نه شما بعد مدارکتون رو بفرستید ایالت مد نظرتون، یه تاییدیه از مدارکتون بگیرید، یعنی یه واژه‌ای هست بچه‌ها همه میدونن. بعد خانم عباسیان هم اگه پادکستاشون رو گوش داده باشید که من همتون رو اوصی کنم به اینکه پادکست خانم عباسیان رو گوش بدید، همینجا من پروموت می‌کنم خانم عباسیان رو، واقعا دمش گرم، اگه خانم عباسیان نبود خیلی مهاجرت نمی‌کردم. آره اینجوری که شما کجا بودم؟ گفتی که اوکی مدارک گرفتیم، بعد برای یه کلمه میفرستید برای ایالتتون، بعد حالا بسته به شانستون ممکنه بررسی ببینید یه کلمه‌ای هست به اسم دفیسیت بشه، یا یعنی شما در واقع به شما میگن که شما یه نقصی مدرک دارید، یعنی مدارک شما رو نگاه میکنن میگن شما برای اینکه تو آلمان پزشکی بکنید همون سرم دفیسیت خودمون خب نه ولی اینجوریه که مثلا از شما میخوان که شما باید 2 تا امتحان معادل سازی بدید تا بتونید در آلمان طباقت بکنید. خب
حالا اون خودش یک لیست جدا داره که بعد بس به ایالتتون براشون بفرستید. شما با اون برگه که یعنی شما باید 2 تا امتحان معادل سازی بدید که یعنی در واقع برگه مدرک نقصی مدارک شما به علاوه یه ثبت نام کلاس زبان، به علاوه در واقع اون مدارکی که تو ایران لگال کردید و اینا میرید سفارت. وقت سفارت میگیرید که خود وقت سفارت گرفتن ممکنه یه چند وقتی طول بکشه، ممکنه خوش شانس باشید سریع وقت بگیرید. من الان دقیقاً در جریان یه سری ربات داره الان وقت سفارت شرایطش چجوری اطلاعات غلط نمیدم. ما موقع با اتاق بازرگانی وقت میگرفتیم، یه ماه وقت میداد، ولی الان خوب متفاوت شد. من تا جایی که میدونم کارمنده سفارت مثلا حالا یه سری حالا ربات و کلا یه سری دلال و اینها یه مبلغ 10 15 تومن به پول اعلام میگیرن، مثلا وقت میگیرن برای مثلا 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه و یه چیزی هم هست که دلال بازی داره. ولی خب خیلی خوب شد که گفتی. الان حداقل برای خودم با اینکه مثلا خیلی در موردش چیز می‌کردم واضح نبود. یه ایالت رو انتخاب می‌کنی، یه شهر و ایالت و اینها، بعد برای اون ایالت یه چک لیستی داره داخل سایتش، درسته؟ اون چک لیست رو مدارک رو میفرستی و اینها، بهت میگه که شما یه نقصی داری، نقصت هم اون 2 تا آزمون انگار معادل سازیته. با اون ورقه‌ای که بهت میدن به وسیله اون مدارک دانشنامه و اینها که رفتی ترجمه کردی و مدرک زبانی که رفتی گوته یا هر جای دیگه گرفتی، یه وقت سفارت میتونی بگیری. وقت سفارت رو حالا به هر شکلی هر چند ماه طول کشید گرفتی، بعدش دیگه میری دنبال کار دیگه، دنبال به اصطلاح رزیدنسی سفارت که گرفتید. بله، بعد رزیدنت، بعد وای میسی که ویزاتون بیاد. اینم باز ممکن متفاوت باشه. مثلا من با یکی از بچه‌ها تو یه روز رفتیم سفارت، اون 3 هفته‌ای ویزا داشت، برای من 3 ماه طول کشید. کاملا متفاوت. بعد بگیر 2 ماه آره من بیشتر حتی، حالا مینیمم. بعد شما الان پرسیدی تا کی به پول میرسم تو آلمان، یا ازم پرسیدی که چقدر طول میکشه بیام آلمان؟ آره یعنی مرحله بعدش چی؟ رسیدی آلمان، الان پاس رسید به آلمان، یه مدرک حالا رسیدی ان شاء الله آلمان. بعد باز بسته به ایالت و شرایط و صف انتظار امتحانا و آمادگی خودتون داره دیگه. مثلا من خودم 2 تا امتحان معادل سازی و ظرف 6 ماه دادم. ممکنه یه نفر 1 سال 1 سال و نیم منتظر باشه، یا ممکنه که شرایط خوبی نداشته باشه امتحانا رو، چون امتحان شفاهیه دیگه. به حال متفاوته، یعنی شما نمیتونید امتحان معادل سازی شفاهیه. آره بله، حدود شفاهیه که شما باید شرح حال هم بنویسی. اگه اونم در واقع کتبی محسوب میشه. جفتشون علمیه، یعنی دانش پزشکیه. اولیش باز میگم که پادکست شما عباسی‌ها رو گوش بدید، ولی آره اولیش امتحان فخشسprachenprüfung هستش که در واقع شما مریض نما دارید، شرح حال میگیرید، یه سری لغت دارید، باید به زبان آلمانی عامیانه یا به زبان در واقع آلمانی تخصصی ترجمهشون بکنید و راجع به حالا اون کیسایی که از شما مطرح میکنن سوال ازتون میپرسن، یعنی اون با توجه به کارنامه‌تون. آفرین، مثل دقیقاً این امتحان صلاحیت بالینیه دیگه. امتحان دومتون خب معمولا تو بیمارستان برگزار میشه، حالا بسته به ایالتتون، بازم مریض نما دارید، ولی خب سطح سوالایی که میپرسن خیلی طیفش وسیع‌تره، یعنی تمام داخلی و جراحی و مورد پرسش قرار میدن. آره بازم دانش پزشکی. فرقش چیه پس جفتش؟ که حالا اولی یه مقدار اولی یک کیسه و شما یک کیس رو بررسی میکنید، شرح حال میگیرید و راجع به همون کیس معمولا ازتون سوال میپرسن. ولی خب دومی ممتحن‌ها این اجازه دارن که از هر مبحثی که دوست داشتن توی داخلی و جراحی از شما سوال بپرسن. متوجه شدم. اینم میگی که این 2 تا آزمون هم بین 6 ماه تا 1 سال تا 1 سال و نیم عموما دارن بچه‌ها چی میکنن؟ تو این فاصله درآمد هم دارن یا فقط هزینه است؟ خیلی شانسیه دیگه، خیلی شانسیه. خب اگه شهرهای بزرگ باشید امکان پیدا کردن کار براتون کمتره با بعد از امتحان اول، چون شما یه اجازه کار موقت 2 ساله بعد از امتحان اول بهتون میدن. اما اگه شهرهای کوچیک‌تر باشید خب امکان کار کردن احتمالاً تو رشته‌های بیشتری براتون فراهمه. کاملا متفاوته. خب ولی بچه‌ها معمولا حالا چه قبل امتحان چه بعد امتحان اینجا اون اجازه کار کمی که دارن معمولا یه شغلی به صورت مثلا مینی جاب میگیرن که خیلی بدون درآمد هم نباشه. مثلا در حد مکدونالد و اینا یا نه یه کار مثلا تخصصی تر؟ من نمیدونم شرایط کار کردن تو مکدونالد چجوریه، ولی بچه‌ها معمولا اینجا به عنوان مثلا کمک پزشک اینا برای اینکه زبان آلمانی قوی بشه تو مطبا کار میکنن یا تو واکسیناسیون. آره ولی این کار کردن تو مکدونالد هم بد نیست، در میانن، یعنی در حدی که بگن از اون لحظه نه به مینی جاب دیگه 500 یورو 600 یورو کمک هزینه است. ولی بعضی وقتا هم تو شانس داری و میتونی بعد از امتحان اول مستقیما به عنوان رزیدنت مشغول به کار بشی و حقوقو رزیدنت دریافت می‌کنی. آره فکر می‌کنم شما جزو کسایی که از شانس داشتی هستی. نه آره من شانس داشتم اون موقع، برای اینکه در واقع البته خب رشته روانپزشکی باز رشته‌ایه که اقبال بهش برای خارجی‌ها یا مثلا اینا یه ذره تمایل بهش کمتره. شاید اگه مثلا من می‌خواستم برم مثلا یه رشته‌ای که متقاضیش بیشتر باشه همون وهله اول خط می‌خوردم.
خیلی خب، من الان متوجه شدم تقریبا که حالا داستان چقدر هزینه داره، یعنی تا اون لحظه‌ای که خب این یه سال هم گذشت 2 تا معادل سازی هم دادی و آزمونا هم دادی، چقدر هزینه داره؟ ببین شما عدد حداقل خب هزار حداقل، ولی حتی که شما تو شهرهای بزرگ برای یه اتاق 35 متری شاید مجبور باشید 800 یورو 900 یورو اجاره خونه بدید. یعنی 1000 یورو نه اینجوری نه. اونش مهم نیست. من میخوام بدونم که الان من تصمیم گرفتم مهاجرت کنم به آلمان. خب یه هزینه مثلا پرواز دارم، یه هزینه حالا زبان دارم، حالا کاری هزینه تمکن دارید که فکر کنم الان 12000 یورو که بعد همراهتون باشه. ولی اینکه تو آلمان چقدر خرجتونه، هزینه کلاس زبان دارید که بسته به ایالت ممکنه 700 یورو 800 یورو 1000 یورو متفاوت باشه. ولی بیاد به ترتیب بریم. الان مثلا من از الان تا لحظه‌ای که ویزا میگیرم یه چیزی هولوش فکر می‌کنم مثلا 1000 یورو بیشتر میشه، کل 1500 یورو بیشتر میشه کل فرآیند آزمون زبان دادن و حالا ترجمه و اینا. زبان الان چنده؟ 200 300 یورو نمیدونم دقیق نمیدونم چنده. اون موقع که من امتحان میدادم هر مدولش 5 میلیون بود. الان نمیدونم چنده. دیگه خب مثلا کلا اگه حساب کنید اگه بخوای بگی 1000 یورو انقدر که ماشاءالله اوضاع خوبه، من چجوری بگم 1000 یورو تومنش کار نداره. آره ببین بستگی داره دیگه. من دقیقاً نمیدونم الان مثلا لگالیزاسیون مدارک ویزامتریک چقدر پول میگیره به یورو، یا چند سری شما باید برای ایالتتون لگا کنید. اصلا نمیشه عددی رو گفت که، ولی 1000 یورو قطعاً هست، چون میگم کلاس زبانتون خودش به تنهایی که باید برای سفارت داشته باشیدش 700 800 یورو هستش حداقل. مثلا من زمانی که من اومدم، من با یه کلاس زبانی اومدم که اون موقع یادم 100 یورو از من فقط پیش پرداخت گرفت و بعد که اومدم اینجا حتی پیش پرداختم ازشون بعداً پس گرفتم، یعنی چون کلاسم تشکیل نشد. ولی خب من اولین کسی بودم که با اون مجموعه زبان با نامه‌نگاری تونستم ازشون این کلاس ها رو در واقع ثبت نام کنم و ویزا بشم و خب بعد فکر کنم متفاوت شده باشه. آفرین. پس یه چیزی اولش 1000 یورو بیا حساب کنیم، 1500 یورو برای مثلا از لحظه‌ای که تو حالا میای پات میرسه به اونجا ماهانه. اگه فرض بگیم بیا اینا همه رو فرض بگیریم، چون که دوست دارن ملت دوست دارن واقعا یه چیزی بتونن روی حالا حدودی حساب کنن بر اساس میانگینی که هست. ما خیلی بهتره که حتی فرض بکنیم یه عددی بدیم تا اینکه طرف هیچ تصوری نکنه. بعد مثلا میدونید دلیل اینکه خیلی مثلا حالا بین مسیرها گیج میشن دقیقاً همینه که دقیقاً براشون چیز واضح نیست هر مسیر چه چالنجایی داره و جزئیاتش چیه. ما فرض بگیریم با 1500 یورو حالا تا 2000 یورو با خود بلیط و فلان و اینجور داستانا شما پات برسه به آلمان. از اون لحظه فرض بگیریم مثلا 3 ماه طول بکشه تا آزمون معادل سازی اول تو بدی. خوبه این تایم؟ واقعا نمیتونم بهت بگم که چقدر ممکنه اون تایمی که شما میرسید 6 ماه طول بکشه، ممکنه نه 2 هفته‌ای بهتون 5 ماه خوبه. من نمیدونم، برای که من میدونم بعدا اگه کسی گوش ما بچه‌های ریاضی فیزیکی من خودم بچه‌های ریاضی فیزیکم بیا فرض بگیریم یه چیزی. خب باشه بگو. 3 ماه فرض بگیریم. این 3 ماه مثلا هولوش 1000 یورو ماهی به نظرم حداقل هزینه داریم دیگه، درسته؟ حداقل 1000 یورو هزینه هست. اگه شهر بزرگ باشید شاید تا 1500 یورو شما ماهانه هزینه‌تون باشه، چون اجاره خونه که قسمت مهمی از در واقع هزینه ها هست تو شهرهای بزرگ خب خیلی بیشتره. آره. حالا در حد زندگی معمولی دیگه این 3000 یورو اینجا 2000 یورو قبلش هولوش 5000 یورو تا اینجا میشه گفت. خود آزمون معادل سازی هزینه داره؟ خود آزمون معادل سازی هزینه داره، ولی ارگان هایی هستن بسته به ایالتتون که و شانستون که شما رو از لحاظ مالی بخوان ساپورت برای امتحان بکنن، ولی ممکنه هم شانس نداشته باشید و مجبور باشید دستی پولو بدید. مال بعد پرداختشه، یعنی مثلا فاکتور ببری و اینا، درست میگم؟ ببین دقیقش خیلی متفاوته، کارمند محوره، ولی معمولا جوری شما از قبل باشون هماهنگ می‌کنی بعد امتحان رو ثبت نام می‌کنی که هزینه ها رو میدن. خب ولی باز متفاوته، یکم ممکن شانس نداشته باشه، کارمند بدی بهش خورده باشه و ساپورت نشه. شانس نداشته باشی چقدر میشه؟ فکر کنم 400 خورده ای، باز بسته به ایالت متفاوته هزینه امتحان. اینم بدی 500 یورو. خب آره امتحان اول، امتحان دومم که 800 یورو. 800 یعنی یه چیزی هولوش 2000 تا فرض بگیریم خود آزمونا تا الان 7000 تا، یه چیزی هولوش 3000 تا هم فرض بگیریم خود اون مسیر مثلا 6 ماه هر ماه مثلا 500 یورو از معادل سازی اول تا معادل سازی دوم مثلا شما خرج داشته باشی به اضافه اون 500 یورویی که حالا فرضاً ممکنه بتونی در بیاری به عنوان اسیستان و اینا. خوبه؟ تهش به چند رسیدی؟ من الان به 10000 تا رسیدم. حالا شما بگو 2-3000 تا این وسط ما اشتباه کرده باشیم. مثلا حالا 12 به درآمد برسی
چون شما اولش اجاره خونه که میدید باید یه مبلغی هم رهن بدید، رهن 3 تا اجاره اولیه‌تونه، اینا عددایی که بعد یه عالمه مسائل مالی دیگه براتون پیش میاد که یعنی واقعا نمیشه اینقدر چیز حساب کرد. ولی به نظر من برای یه سال 15,000 تا حداقل لازمه. برای یه سال 15,000 خوبه. مثلا 15,000 تا پس انگار ما به یه عدد به توافق رسیدیم دیگه. مثلا 15,000 تا میشه گفت. خب ما الان به یه کامپرومیس رسیدیم. لطفا سوال بعدی. خیلی خوب. اوکی. سختیش چه جوری هستش مثلا بچه‌هایی که متوسط ترن و اینا هم این مسیر رو بیان؟ متوسط چی؟ مالی؟ یعنی متوسط تحصیلی، مالی چه دیگه یه عدد رسیدیم خدا رو دیگه. ما همون پزشک بودیم دیگه. ما همون پزشک بودیم. از لحاظ تحصیلی هم وقتی شما فارغ التحصیلی شدی یعنی کوالیفای شدی به عنوان پزشک دیگه. بعدن کسی از تو مطب از شما نمیپرسه که معدل چند بود یا مثلا رتبت تو کلاس چند بود. که هممون به عنوان پزشک کار کردیم و همون یه سطح دانش بیسی رو داریم واقعا. چی؟ معدل و اینا تاثیر داره توی قبولی مقاله داشتن معدل؟ نه دانشگاه نه معدل اصلا تأثیری نداره. من تا حالا کسی ازم نپرسیده مقاله اینو خیلی ازم میپرسن. ببین مقاله داشته باشید خوبه، نداشته باشید هم اتفاق خاصی نمیفته. من نداشتم. خیلی متوجه شدم. سختیش هم پس میگی که آخه میدونی منظور مثلا بعضیا تصورشون مثل یو اس ام الیه. مثلا خب تا جایی که من میدونم یو اس ام الی واقعا آزمونه، حالا متفاوت و سختیه، حتی از نظر ساعتی هم 8 ساعت آزمونه. یعنی خدا وکیلی 8 ساعت آزمون دادن مثلا برای امتحان. خب سخت. فکر می‌کنم در حد سختی آلمان در حدیه که اگه شما تسلط زبانت خوب باشه واقعا بتونی از پسش بر بیای اگه در حد کوالیفای شدن پزشک عمومی در ایران بودی. درست میگم؟ به نظر من نمیدونم یو اس ام الی واقعا چه شرایطی داره، ولی نشدنی نیست. یعنی هزاران پزشک قبل شما بهش رسیدن، هزاران پزشک قبل بعد از شما بهش میرسن و کلی دست یافتنی نیست. اوکی. خیلی خوب. من یه 2-3 تا سوال ننوشته بودم همینجا بپرسم بعد بریم. ببخشید به خدا اینقدر طولانی شد این تیکه، ولی حالا مهم. کسی که مثلا زن و شوهر پزشک باشن، همسرش اگه حالا اون شخص پزشک باشه میتونن حساب کنن که ما یه جا با هم بریم و یه شرایط و این داستانا روی این موضوع میتونن حساب کنن؟ یعنی چی یه جا بریم؟ یعنی یه جا کار بکنیم، یه شهر باشیم. مثلا چرا حساب نکنم؟ همسرم هم پزشکه، بخوایم مثلا فلان شهر بیافتیم، آیا راهی هست که مثلا بتونیم؟ چرا نباید حساب باز بکنم؟ حالا این که بخوام همکار بشن و اون بیمارستان مد نظرشون دوست داشته باشه که 2 نفر زن و شوهر رو توی یه بخش استخدام بکنه توی یه رشته، اون دیگه بستگی داره. ممکنه بعضی قبول نکنن که 2 نفر زن و شوهر توی یه بخش. منظور فرصت کاری انقدر زیاد هست که من حساب کنم ولی مثلا من برم فرضاً اینو نمیدونم الان بپرسم یا نه. الان نمیپرسم. یکی این یکم الان نمیپرسم، بعدش حالا این وضعیت رزیدنتی رو بریم بینش به اونا میرسم. اگه بخوای انتخاب کنی مثلا حالا اوکی ما این مسیر رو اومدیم، این 15,000 تا هم که به توافق رسیدیم و تمام. خب شما اومدیم و رزیدنت، ولی اینا بالاترم احساس کنم شبیه اتاقای بازجویی من چون اینجا دوربین اوله اگه خیلی ریاکشنات متوجه نمیشم، اگه اینجوری چیزی کردی من نمیفهمم. آره من باید از این ور نگاه کنم. خب حالا وضعیت فرضاً همه مسیر رو اومدیم و کف 15,000 تا رزیدنت شدیم، می‌خوایم حالا وارد فیلد رزیدنتی بشیم. انتخاب بین رشته‌های مختلف چجوریه؟ قبولیش چجوریه؟ چقدر سخته؟ مثلا رشته‌های پرطرفدار ایران اونجا چجوری ان، رادیولوژی نمیدونم فلان اینا رو میگی؟ ببینید اولا اینکه بچه‌ها ببینید شما وقتی معادل سازی انجام دادید و به عنوان یک پزشک تو آلمان شناخته شدید، کوالیفای شدید، بعد شما باید روند شروع به رزیدنتی این شکلیه که شما درخواست میدید به بیمارستان‌های مختلف و مصاحبه میدید مثل کسی که دنبال کار میگرده، دنبال پوزیشن کاری میگرده. خب مثلا من الان میخوام روان پزشک تو ایالت خودتون دیگه، درسته؟ هر جا که دوست داشتید تو کل آلمان. خب مثلا من میخوام رزیدنت روان بشم، نگاه میکنم ببینم کدوم بیمارستانا تو کل آلمان احتیاج به رزیدنت روان چیه. معمولا اون رئیس بخش جواب میده یا از رزومه من خوشش میاد به من تایم میده که باهاشون مصاحبه حضوری انجام بدم، یا نه خوشش نمیاد و ردم میکنه. اینجوری شما وارد رزیدنتی میشید و کاملا مثل گرفتن شغل. میخواستم بگم که اگه مثلا فرض بگیریم همین الان یه نفر تو این مرحله است، در چه حد این فرصت ها زیادن؟ یعنی همین الان مثلا من بین مثلا رادیولوژی هانوفر و مثلا قلب مثلا کدوم انتخاب کنم؟ یه شهر دیگه مثلا دوسلدورف واقع ببین اینا اینقدر آپشنا نه. ببین اولیش که خب شانسیه، اون موقعی که شما دنبال کار بگردید پوزیشنی که مد نظرتون باشه باز باشه. تو شهری که مد نظرتون یه وقتایی نه همه پوزیشن‌ها پر رزیدنت. خب
ولی اینکه چقدر شما شانس دارید و اون فضای رقابتی که قرار میگیرید برای رشته‌های مختلف چه شکلیه. ببینید شهر هرچی کوچیک‌تر باشه خب متقاضی کار کردن توش کمتره و خب قاعدتاً شما شانس بیشتری برای اینکه اون اشتغال رو اون پوزیشن کاری رو بگیرید دارید. به طور کلی انتخاب بین رشته‌های مختلف مثلا چه جوریه؟ رادیولوژی نگاه کن مثل ایران و فکر کنم مثل آمریکا تاپ لیست اینجا هم رادیو چشم و پوست فکر می‌کنم باشه. من اینا رو بیشتر از بچه‌ها شنیدم. من چون سه تا رشته که الان گفتم سه تاش هیچ وقت مورد علاقه‌ام نبوده. هیچ وقت در واقع دنبالش نگشتم ببینم شرایط چه شکلیه. ولی چیزی که از بقیه شنیدم اینه که خیلی یه مقدار فضای رقابتی تو این سه تا رشته خب متفاوت تره. ولی خب بچه‌هایی هم بودن که تو شهرهای بزرگ تونستن تو همین سه تا رشته هم بگیرن پوزیشن. بعضی بچه‌ها بودن به کل آلمان تا دهات‌ها پیام دادن ولی تو هیچ کدومش نتونستن بگیرن. کاملا شانسیه. چیزی که حالا رایجه بین بچه‌ها، البته شانسی که به رزومتون قطعا بستگی داره، ولی چیزی که رایجه بین بچه‌ها اینجوریه که معمولا اگه حالا پوست و چشم و رادیو بخوان 1 سال 2 سال میرن داخلی میگذرونن یا جراحی میگذرونن، بعدش برای این رشته‌ها درخواست میدن که شانس قبولیشون تو این رشته‌ها یه مقدار بالاتر، یعنی شانس اینکه بتونن اون پوزیشن رو بگیرن بالاتر میره. ولی خیلی شانسی و بسته به نیاز اون لحظه رئیس بخش داره. خوش شانسا کلا باید میگم خوش شانسا باید. آره حالا میگم شانس یکی از فاکتوراشه که اون لحظه چقدر رئیس بخش احتیاج مبرم به نیرو داشته باشه. یه قسمت دیگه هم حالا به رزومه شما بستگی داره دیگه که چقدر زبانت خوب باشه، چقدر بتونی خودت رو تو اون اینترویویی که باهات دارن خوب جلوه بدی. هم کلیت نشدنی نیست، چون من اینو شنیده بودم که یه رزیدنت رادیولوژی ایرانی بود و میگفتش ببین چیزا نشدنی نیست، مثلا خود من دنیا این چیزا نشدنی وجود نداره، همیشه اتفاق میفته. فقط زودی رو داره همیشه آمریکا نشدنیه. نه همیشه همه چی ممکنه اتفاق بیفته یا آدم تونستن ثابتش بکنن، ولی خب تایم بستگی به تایمش داره دیگه. یکی از قوانینش آخه خود مثلا ایران یه همچین قانونی تقریبا داره. بعضی از قوانین مثلا لازم متولد یک کشور باشه، نمیتونی متولد بشی که یه جوری. آره میزان درآمدم الان میگی حالا بین رشته مختلف بگم که واقعا رشته‌های دیگه شانس گرفتن اشتله توش مثل داخلی، جراحی، روان، نورولوژی، حالا جراحی نمیدونم احشا، جراحی دست، ستون فقرات، جراحی عروق، اینا واقعا شانس گرفتن پوزیشن توش عدد نزدیک به همه، یعنی خیلی تفاوت نداره که بگم وای اونی مثل ایران که حالا نورولوژی بالاتر شاید باشه، نمیدونم جراحی فلان پایینتر باشه و اینا، این شکلی نیست. یعنی کلا شدنیه به طور کلی، واقعا شدنیه و پوزیشن زیاده برای این رشته. درآمد ببین همه میدونن دیگه، حالا عیب حسن هرچی هست شما تو آلمان مالیات زیادی میدید. خب درآمدی هم که توی سایت ها میبینید درآمد قبل از کسر مالیاته که بهش میگن بروتو. اما شما عددی که خب عدد قبل از کسر مالیات که خب مشخص قراردادها مشخص، یعنی شما چه رزیدنت روان باشی، چه رزیدنت داخلی باشی، چه پوست باشی، چه جراحی باشی، سال یک عددی که میگیرید یکسانه کف درآمد به حساب کشیک‌ها. خب اون عدد ناخالصتون مشخصه. حالا شما اینکه خالص دریافتیتون چقدر باشه بسته به اینکه ازدواج کرده باشید، بچه داشته باشید و اینا عدد متفاوت میشه. خب یه درصد و یه عدد بده. ما با عدد خودمو فقط میتونم مثال بزنم دیگه که یه آدم مجرد بدون سابقه کاری، یه دختر مجرد بدون سابقه کاری از ایران، چون سابقه کاریتون هم بعضی وقتا میتونید اینجا معادل سازی کنید و عدد درآمدتون بالاتر بره، بدون سابقه کاری از ایران خالص سال یکش بدون کشیک بین 3,300 تا 3,500 فکر نمی‌کنم بیشتر باشه بدون کشیک. خالصش یعنی اون با درس یعنی عددی که میریزن به حساب نتوتون. متوجه، یعنی بعد مالیات. قبل مالیاتش چند بود؟ یعنی چند درصد؟ الان 5000 خرده‌ای باشه، دقیقش نمیدونم 5000 خرده‌ای. 5000 خرده‌ای شده 3000. شما باز به ایالت متفاوته، الان خیلی تفاوتش بالا نیست، ولی شما میتونید مثلا اسم بیمارستانتون رو که مد نظرتون سرچ بکنید، بعد توی گوگل کنارش مثلا یه علاوه بذارید بنویسید Tarifvertrag یا Marburger Bund Tarifvertrag، بعد لیست جدول در واقع سال به سال براتون میاره. شما هر سال که در واقع میرید بالاتر، یعنی سال 2 سال 3 اینا، مثلا رو درآمدتون یه 200 یورو اینطوری اضافه میشه. اما این بدون کشیک، یعنی شما با کشیک‌ها باز کشیک‌ها عددی که میدن متفاوته دیگه، ولی ممکنه مثلا تا 1000 یورو تو روی این عدد اضافه بشه. چقدر؟ تا 1000 یورو بسته به تعداد کشیکی که تو ماه میدید آخر هفته باشه نباشه، تا 1000 یورو ممکنه اضافه بشه. یعنی اگه عملی نگاه کنیم خودت سال یک 3,300 بعد کسر مالیات درآمدت بوده، مثلا اگه فرض بگیریم کشیک و اینا من کمتر بودم برای که من 2 سال پیش یه عدد تورمی خورد، بعد با تورم حقوقا رو بیشتر کردن. من با 2,900 شروع کردم. اوکی الان اگه سال 3,300 بعد مالیات و هولوش 700 تا بگیریم مثلا کشیک داری میدی، اجباریه دیگه نه؟
دسته به تعداد کشیک‌ها. ببین نگاه کن، یه جایی شما ممکنه 2 تا کشیک تو ماه بدید، خب قاعدتا عدد خیلی کمتری از 700 تا میگیرید. حالا الان یکی از سوالاتون احتمالاً راجع به کشیک، من کشیک نمیدم پولش هم نمیخوام. بستگی به جاییه که کار میکنید. بعد ببینید شما تو آلمان لزوما نباید دوره رزیدنتیتون رو توی بیمارستان بگذرونید همشو، میتونید دوره رزیدنتیتون رو توی مطب بگذرونید یه مقدارشو. خب بسته به رشتهتون کوریکولوما متفاوت. اگه خب تو مطب بخواید بگذرونید یا توی درمانگاه‌های سرپایی بخواید بگذرونید، خب کشیک هم قاعدتا ندارید. تعداد کشیک کاملا متفاوته. خب ممکنه بچهای جراحی تا 8 تا 9 تا هم کشیک بدن تو ماه. نمیدونم قانونی هست یا قانونی نیست، اینو نمیدونم. سال 1 و 2 و 3 و اینا مثلا فرقی با هم نداره که شما بگی سال 1 انقدر، 2 انقدر، 3 انقدر، عدد کشیک پایین نمیاد. خب اینکه قانونی انقدر کشیک یا نرم نمیدونم، ولی من دیدم بچه‌ای که مثلا 8 تا کشیک تو ماه دادن. ممکنه مثلا شما گریاتری یا مثلا طب سالمندی بخواید رزیدنتش باشی 2 تا کشیک تو ماه بدی. خب یا مثلا داخلی 4 تا کشیک بدی، متفاوت، کاملا متفاوته. من توی روان پزشکی ما 5 تا کشیک میدیم. 4 اجباری دیگه. آره تو بیمارستان اجباری 4 5 تا کشیک ما داریم. اوکی. حالا یه سوال، اینم خیلی حالا مثلا بحثش میشه، آینده ی هر رشته‌ای که انتخاب کنی چقدر با هم متفاوته؟ مثلا مثل ایران یکی درآمدش خیلی پایینه یکی بالاه، یا نه مثلا اونجا خب این تو اینا هست؟ خب من قطعا متفاوته. خب اون کسی که جراحی انجام میده قطعا عدد درآمدی که داره از کسی که رشته غیر جراحی ممکنه کمتر باشه. مطب بزنی چقدر عدد دولتی کار میکنه هم بازم درآمدش چی؟ دولتی کار کنه هم بازم درآمدش بیشتره از چیز؟ از جراح از مثلا یه متخصص داخلی فرضاً. چون به اون مرحله هنوز خودم نرسیدم نمیدونم نظر درستی بهت بدم، ولی چیزی که هست اینه که شما چیزی که من الان دارم میبینم، مثلا یه متخصصی که حالا تو بیمارستان داره کار میکنه که شیکم نمیده، دیدم که بچه‌ها 6 تا بچه‌ها ببین متفاوته هر جایی، ولی چیزی که من الان دارم جلوی چشم میبینم بچه‌ها مثلا 6 تا اینا درآمد خالصشونه، ولی اینکه یه جراح چقدر درآمدشه رو من نمیدونم واقعا. 6000 تا اونی که تو بیمارستان داره خالص. آره یه آدم مجردی که تو بیمارستانه بدون کشیک من دارم اینو میبینم فاخ آرتس، ولی ممکنه مثلا یه نفر به من بگه نه من فاخ آرتس داخلی هم کشیکم میدم کمتر دارم میگیرم. من چیزی که دارم میبینم و میگم. حالا ولی اینکه شرایط طرف چه جوریه و فلان و اینا نمیدونم. به نظرم ببینید تو پروسه مهاجرت دوستان وان بای وان برید جلو. خیلی به این فکر نکنید که 10 15 سال دیگه این شرایط الانتون رو بسنجید، چون اینقدر فاکتورهای مختلف 15 سال دیگه 10 سال دیگه تورم دنیا جنگ فلان و اینا ممکنه رو درآمد اثر بذاره که مثلا خیلی منطقی نیست الان خیلی بهش فکر بکنید. بازم آدم خوبه یه تصور داشته باشه بدونه مثلا عکسشو بزنی روی ویژن بورد خونه اینترنت آدم این کارو زیاد میکنه ان شاء الله فرق بوگاتی بزنی لامبورگینی با دنیای واقعی که آشنا میشی میبینی که خیلی شبیه بوردینا جواب نمیده. ارتباطت با اکوسیستم همکارا اینها، نرسا، استاف، حالا چجوری اصلا چیزی به اسم استاد دارین به عنوان رزیدنت که بیاد مثلا صبح کلاس درس بده اینجوریه؟ نه اکوسیستم همکارا رو نمیتونم اکوسیستمشون چه شکلیه، ولی ارتباط اگه میخوای ببینی که سلسله مراتبی وجود داره یا نه، سلسله مراتبی معمولا اگرم باشه خیلی پایین‌تر از ایرانه، خیلی خیلی پایین‌تر از ایرانه. ارتباطم با استاد و اینا، من روانم. خب روان پزشکی تو ایرانم خیلی گوگلی تر از رشته‌های دیگه. خب شاید یه جراح مغز و اعصاب اینقدر گوگلی نباشه، ولی من تو ایران توی روان پزشکی ما استادمون اتندمون رو با اسم کوچیک صدا میزنیم، حتی پرستاران با اسم کوچیک صداش میزنن، منو همه با اسم کوچیک صدا میزنن و تنها کسی که به فامیلی صداش میزنن تو کل بخشمون رئیس کل بخشه که پروفسور فلانه، اونو با یه پسوند آقا صدا میزنن، آقای دکتر مثلا فلان، ولی بقیه همه با اسم کوچیک صدا میزنن. ولی میگم روان پزشکی گوگلی ترن همیشه، تو ایرانم گوگلی تر. ولی اون سلسله مراتبیه بهش میگن فلخ هیرارشی دیگه، خیلی خیلی کفه، یعنی خیلی پایین‌تر از ایرانه. سال 2 3 فلان و اینا هم که اصلا معنی نداره، شما همه کارمند اونجایید، کسی بهتون زور گفت میتونید حرف بزنید. ولی خب من تا وقتش اساسا یعنی 5 ساله بسته به رشته‌تونه، ولی 5 ساله فکر کنم رزیدنت میانگین 5 سال فکر کنم همه رشته. بله. بله. ولی هیچ الزامی نداره شما سر تو انگلیس میدونم طولانی‌تر. خب شما هیچ الزامی ندارید که سر 5 سال رزیدنتتون رو تموم کنید. یعنی من رزیدنتی داخلی دیدم که 17 سال رزیدنته. جدی؟ یه بخشی از حقوقشو میگیره، حقوقش هر سال داره زیاد میشه، دوست نداره خیلی در واقع مسئولیت‌های یک متخصص رو دوشش باشه. علاوه قانونی و ترجیحش اینه که رزیدنت بمونه و امتحان نداده. در مورد گاردینگه که گفتی، در مورد نژاد و حالا کلا اینا هم که تقریبا گفتی، جایگاه پزشک الان اونجا هنوز
مثلا اونجوری هستش که واقعا احترام خیلی چیز باشه، یا مردم مثلا میان درمانگاه میشینن میگن مثلا سرم بنویس چک خوش کنه اینها، بعدم ننویسی. حالا تا جایی که میدونم رشته‌ام این نیست. مثلا این تفکر من خط آخر مریضا رو میبینم دیگه. من خط آخر مریضا رو میبینم که مریضای روانپزشکی ان و قاعدتا شما بیشتر از رشته‌های دیگه بعد انتظار رفتار نامتعارف از مریضای روانپزشکی داشته باشید دیگه. ولی من تا الان واقعا به خاطر نمیگم نبوده، قطعا بوده، یعنی من قطعا حرف شنیدم، فحش شنیدم، حالا به خاطر کله سیاه بودنم یا به خاطر روسری سر کردنم، ولی اونطوری نبوده که خیلی خیلی واضح باشه. یعنی شاید اگه آلمانی هم جای من بود چون شرایط مریض خوب نبود همین حرفا رو میشنید. ولی اون شرایط ایران رو نداره واقعا، حمله به پزشک یا حمله به کادر درمان یا در واقع میگم من خط آخر رو میبینم. من داشتم که مریض مثلا دستمو بگیره یا مثلا چیز بکنه، ولی خب پلیس اگه خیلی چیز باشه زنگ میزنم به پلیس و خب پلیس حضورش کلا امنیت رو کاملا برقرار میکنه، یا اگه یه ذره پایین‌تر باشه با سکیوریتی بیمارستان حلش میکنیم. مرسی. من بخوایم مقایسه بکنی با چیزایی که از ایران شنیدی، رزیدنتی اونجا، لایف استایلشو و اینا، میتونی یه کلی یه چیزایی بگی که مثلا حالا بچه‌ها تعداد کشیکتون اوکی اجازه بدید. تعداد کشیکتون رو که گفتم بهتون، خب با ایران مقایسه بکنید ببینید که چه لایف استایلی شما دارید. اگه کشیک شب بدید روز بعدش کلا آف هستید. خب با ایران مقایسه بکنید ببینید که چه وضعیتی دارید. توی بدترین حالت شما توی هفته از 64 ساعت بیشتر نمیتونید کار بکنید. حالا شما مقایسه بکنید توی ایران ببینید که توی چه وضعیتی ما توی ایران بودیم. از لحاظ درآمدی که عددشو گفتم، شما با این عددی گفتم برای یک آدم مجرد، حالا متأهل و بچه دار اینا نمیدونم، یه زندگی متوسط رو به خوب دارید. متوسط رو به خوب یعنی چی؟ اینا که میگم شاید خیلی ندید بدید طوری به نظر برسه، ولی ببینید شما با یه درآمد متوسط رو به خوب میتونید یک خونه اجاره بکنید، میتونید غذایی که دوست دارید تو طول ماه هر چقدر که دوست دارید بخورید، میتونید برندی که دوست دارید رو ازش خرید بکنید، میتونید وسایلی که نیاز دارید رو خرید بکنید، میتونید باهاش سفر برید. با اون عدده شما به عنوان یه آدم مجرد این امکان رو دارید که همه این کارا رو توی ماه انجام بدید. حالا شما ببینید با اون عددی که تو ایران به شما میدن این امکان رو دارید که این کارایی که گفتم رو انجام بدید یا نه. خب اگه بحث لایف استایل باشه. از اون طرف خب ویزا با اینکه میگن مثلا آلمان درآمدها همه یکسانه و تو رفتگر مثلا 10 سال دیگه من شاید 10 سال دیگه نظر دیگه داشته باشم. خب 10 سال دیگه ناراحت باشم از درآمدم. شاید الان یه پزشکی که 20 سال تو آلمان داره کار میکنه نسبت به تلاشی که کرده از شرایطی که داره ناراضی باشه، باید با اون صحبت کرد. خب ولی من الان به عنوان کسی که خودم رو با اون چیزی که تو ایران قرار بود باشم مقایسه میکنم، میبینم خیلی جایگاه بدی ندارم. نمیگم وای من الان خیلی پول دارم و جا دارم لاکچری زندگی میکنم و همه چیزم برنده و فلان و این داستانا، ولی خب اون چیزایی که میتونم با یه مقداری آرامش میگیری دیگه، همه چیزت برنده. نه ببین نگاه کن، من دارم میگم چیزی که من الان اینجا میتونم بخرم و شاید تو ایران مثلا توی یک ماه شون به راحتی میتونم تهیه بکنم و در کارهای دیگر رو انجام بدم و به خاطر متاسفانه ارزش پول پایین ماست دیگه. خب اینجا یا کشورهای دیگه شما شاید با خیلی کمتر از اون درآمدی که توی ماه میتونید کنار بذارید، مثلا شما اگه تو ایران یه رستوران آسیایی برید، خب دیگه واقعا تو کل ماه شاید نتونید رستوران برید اگه با همون 15 میلیون بخواید زندگی بکنید. خب اینا چیزای کوچیکیه بچه‌ها، واقعا چیزایی نیستش که حالا آدم باهاش بخواد تصمیم مهاجرت بگیره، ولی دلخوشی‌های کوچولویی که بعداً به شما انرژی میده. مثلا من خودم عاشق غذای آسیایی بودم تو ایران. یه بازاری هست، بازار بهجت‌آباد تو تهران تو خیابون آبانه، که واقعا همه چی توش پیدا میشه ولی همه چی توش خیلی گرون پیدا میشه. خب مثلا یکی از چیزایی که برام خیلی جذابیت داشت که میگشتم و رستوران‌های آسیایی شهر رو پیدا می‌کردم قبل از اینکه بیام و مثلا اینجوری بودم که حتما باید برم اینجا این غذا رو بخورم، حتما باید برم یه ذره شکمم اینو حتما باید امتحان بکنم اونو بعد اینا چیزا کوچولویی که انگیزه میده به آدم دیگه. خب مقایسه دیگه با خودتونه که کدوم لایف استایل بهتره. توی رزیدنتی اونجا چیزی به اسم اضافه کاری تعریف شده است، درآمدش فرق داره؟ بله اینکه درآمد چقدر باشه رو ببینید حواس دو نقیضه. مثلا بچهای جراحی پیش‌را شاید هر روز تا ساعت 7 8 شب بیمارستان باشن. خب یه چیزی ببخشید بین صحبتات من برام چالش ایجاد شد. گفتی 5 تا کشیک الان میدین، 5 تا کشیک منظور 24 ساعت هست؟ باز بسته به بیمارستان متفاوته دیگه. ما کشیکامون 19 ساعت هست. 15 19 و تنها وای میستیم، یعنی تنها 8 تا بخشو داریم و یه اورژانس. ولی و سخت بیمارستان‌های دیگه بچه‌ها ممکنه اوضاعشون خیلی، مثلا میدونم تو خود هامبورگ روانپزشکی بیمارستانی هم داره که بچه‌ها 3 تا کشیک 19 ساعته میدن، بعضی جاها بچه‌ها کشیک 8 ساعته میدن، متفاوته بس شرایط. ولی همه جا یه چیزیه که مثلا راحت تره دیگه. از ایران بهتره. الان 19 ساعت فرصت نشستن هم داری یا 19 ساعت سر پای همش؟ خیلی بستگی داره دیگه. مثلا من کشیکی هم داشتم که در کل 19 ساعت حتی تایم نداشتم دستشویی برم، اینقدر اوزان بد بود از لحاظ تعداد متر.
تنها کشیک میدیم و شما برای 8 تا بخش و یه اورژانس مسئولی. خب استرسش خیلی زیاده. ولی خب کشیکی هم داشتم که واقعا 5 ساعت خوابیدم توش. مثل ایرانه، کاملا متفاوته. آره متوجه. خب حالا اون 2 تا سوالی که گفتم بعدم میپرسم و الان با اجازت بپرسم. فاصله تو از لحظه‌ای که درآمدت شروع میشه، خب که الان تقریبا فکر کنم 2-3 سال درآمد داری دیگه، خب با خریدن ماشین، کرایه خونه، خریدن یک خونه و پسنداز کردن چقدر؟ یعنی الان تو مثلا برگردیم 2 سال پیش، رزیدنت سال یکی 3300 تا حالا 2900 یا 3300 فرقی درآمدته. خرید ماشین کی انجام دادی؟ من که اصلا خیلی تو ماشین پیاده‌ام، خیلی اطلاعات خاصی بدم، هیچ وقت همچون اولویتام نبوده فلان خرید ماشین. نخریدی هنوز؟ نه، من اصلا رانندگی بعد من دوباره برم گواهینامه بگم، خیلی اوضاع خوبی ندارم، اصلا بحث باز نمی‌کنم. ولی میتونستی دیگه، یعنی حالا که میدونم و دیدم بچه‌ها تونستن که حالا بعد از اینکه به درآمد رسیدن تونستن قسطی ماشینایی که مد نظرشون بود رو بخرن. ولی اینا چیزاییه که بچه‌ها ببینید، ماشین خریدن خیلی بس. ببین ماشین شما 2000 تایی اینجا دارید، ماشین 200000 تایی دارید. خب اینکه شما بخواید مثلا بی ام و آخرین مدل بگیرید، یا من خیلی ماشینا بلد نیستم، متفاوته دیگه. ولی چیزی نیستش که بگم دست نیافتنی نیست. لحاظ خونم واقعا اطلاعاتی خیلی خاصی نمیتونم بهتون بدم، ولی اینکه چقدر میدونم که بچه‌ها شما 10% 10 تا 20% حالا مبلغ خونه که مبلغ خرید خونه واسه شهر متفاوته، متراژ مثل ایران واقعا نمیشه خیلی عدد درست. ولی 200-300 هزار تا میدونم به شروع میشه و شما 10 تا 20% رو باید تو حسابتون داشته باشید تا بتونید وام بگیرید. خب اینکه ریزشی و اینا واقعا چون دنبالش نبودم نمیدونم، ولی این وسط اگه مسافرت‌های بزرگم کرده باشید خب قاعدتاً پول خرج کردید دیگه. نمیتونم بگم بسیاری داره که تو ماه چقدر سیو کرده باشید. بذار حالا من چون میخوام برای مهمه یه ذهنیتی داشته باشی که وقتی که راجع به صحبت می‌کنیم میگی مثلا فرض بگیریم 500,000 تا مثلا هزینه خونه است، میگی 20% رو داشته باشی احتمالاً میتونی وام و اینا بگیری. مثل کشورهای دیگه هم همینجوریه تقریبا، هم استرالیا هم کانادا آمریکا اینا تقریبا، حالا یکی با 5% یکی 10,000 یورو شما باید داشته باشید اگه خونه‌تون 500,000 یورو بشه دیگه. آره یعنی 500,000 تا. حالا ببینید که چقدر طول میکشه به عنوان درآمد متفاوتن دیگه. 100,000 تا انگار باید داشته باشی. آره شما ببینید چقدر طول میکشه که بتونی 100,000 رو جمع کنی. یه چیزی، میزان درآمد رزیدنت هر سال افزایش پیدا میکنه چقدر؟ خیلی کم، 100 تا 200 تا فکر کنم، خیلی زیاد نیست. یعنی مثلا اگه با 2900 شروع کردی الان بعد مثلا اولش 3500 باشی؟ آره الان 3500 ام. حالا از این ماه سال 3 میشه میذارم بیشتر میشه، ولی اینکه روش بدون احتساب کشیکه دیگه. من خیلی رو دارم همه چی رو توضیح میدم. منم خیلی رو دارم همه چی رو میدم. رو همه چی رو توضیح میدم. خوب. دمت گرم واقعا. درود بچه‌ها. خب اونم پس دیگه تقریبا حالا طرف میتونه خودش با خودش حساب کنه دیگه. وقت اینو داری که مثلا یه بیزینسی یا کاری کنار تحصیلت مثلا درست کنی، مثلا همین که اینستاگرام وقت بذاری یا مثلا یه کاری بخوای بکنی، اینجور چیزا هست؟ کارو نمیدونم بشه کنارش کار کرد و اینا واقعا بسته به خود طرف داره که چقدر نمیدونم کسی بهش فکر کنه. درست میگم؟ نمیدونم. خب بستگی داره هر وقتی که میذاری آیا ارزش مثلا به من خیلی پیشنهاد دادن که معلم زبان بشم توی زمینه پزشکی، ولی خب اون عددی که به من پیشنهاد میشد عددی نبودش، یعنی خب عددی به عنوان معلم زبان عدد منطقی بود، ولی خب من مثلا میدونستم اگه کشی که اضافه تر بدم خب از اون عدد خب خیلی بیشتر میتونم پول بگیرم. متوجه. تفریحاتی که میتونی داشته باشی و اگه بخوای با اینجا مقایسه کنی چه چیزایی نیست چه چیزایی هست، اینا رو هم یه حدودی میگی. والا من خیلی دیروز یه نفر من میگفت خیلی نردی، ولی من خیلی آدم نمیدونم هست دیگه، هر چی دوست داشته باشید اینجا همه چی به راه هر چی دوست داشته باشید اشغال به راه شخص داره که چقدر بتونه ازشون استفاده ببره. تفریحات زیادی در دسترس دوستان، مراقب خودتون باشید ولی در مقابل استفاده از این تفریحات، ولی تفریحات زیاده. همه جور تفریح. حالا بیشتر حالا یکی از سالهای آیندهم هستیم، ولی میخواستم بگم مثلا لایف استایل چجوریه، مثلا بخوای، حالا میدونم شما شخصا اینجوری نیستی ولی عموم کسایی که دور و برت میبینی مثلا اینجوریه که صبح تا ظهر مثلا میرن سر حالا کلاس که نداری، یعنی فقط 5 روز در ببین از لحاظ آموزش واقعا از ایران اوضاع بدتره، یعنی شما اینجا بهتون کسی آموزشی نمیده و یه وارد یه معرکه شبیه جنگ میشید به عنوان کشیکا، یه که الان از 4 ماه بعد از اینکه شروع به کار کردید
و اونی که خودتون باید گلیمتون از آب بکشید بیرون و چون بچه‌ها تک کشیک میدن، حالا داخل اینا بیشتر کشیک میدن ولی مثلا تو رشته مثل روان مثلا جراحی گاهی وقتا اینا شما تک کشیک میدید. خب قاعدتا شما مثلا به عنوان جراح شما نمیفرستن عمل مثلا باز انجام بدید مثلا هفته اول، ولی خودتون باید گلیمتون از آب بکشید بیرون و واقعا آموزش اون شکلی که تو ایران اتفاق میفته که کلاس داریم و نمیدونم ژورنال کلاب فلان داریم و الان مثلا فردا صبح اگه کشیک نکنی چی کار می‌کنی؟ میری بیمارستان؟ کلاس هم نیست دیگه اینجوری که میگم میرم که من بیمارستان برام میگردم خونه من همچین خانم دکتر کاری میرم حتی اون چیز فروشی نداری بالاتر خونه پیش دیدم مثلا طوری خیابون بالاتر خونه‌مو نرم ولی نه من خیلی اوضاعم خرابه بچه‌ها. ولی اگه واقعا بخوایم مثلا آدم‌ها با هم دیگه متفاوتن دیگه. خب حالا مثلا بخواید جیم برید یا مثلا بخواید، یعنی اینجوریه که شما ساعت کارتون رو کاغذ واقعا تا ساعت 4:30 بعد از ظهر تعریف شده، ولی خب بسته به رشته‌تون مثلا بچه‌های جراحی ممکن تا 6 7 اینا بمونن. میگی کشیک باید بدی، آموزش هم که اون شکلی نیست تو ایران. فردا صبح میری چیکار می‌کنی؟ اون کاری که رزیدنت روانو میگم رشته های دیگه. اون کاری که من دارم انجام میدم اینه که صبح وارد بخش میشم، در واقع صبح مورنینگ داریم ما و خب مورنینگمون مثل ایران شستشو اینا نیست، ولی خب ممکنه مثلا تذکرم بهت بدم بگن چرا این کارو اگه انجام میداد بهتر بود و اینا، ولی اینجوری نیست که بشورنه. مورنینگ انجام میدی، بعد از مورنینگ وارد بخش میشیم، خونگیریایی و که پرستار از پسش برنمیومده یا پرستاری نبود و اینا وظیفه ماست، خونگیری‌ها رو انجام میدیم. بعدش یه دونه تحویل مریض توی بخش داریم که حالا پرستارا معمولا شب چه اتفاقی افتاده رو گزارش میدن بهمون میدن. بعدش بسته به روزش داره، بعضی حالا ما تو روانپزشکی اینجوریم که یه جلسه صبحگاهی با تمام مریضای بخش داریم که دونه دونه حالشون رو میپرسیم. یه روزا هم که ویزیت داریم، تک به تک مریضا رو دونه دونه میبینیم. ولی حالا روزایی که جلسه صبحگاهی داریم معمولا یه ساعت جلسه صبحگاهی طول میکشه. بعد اگه مریضا احتیاج به صحبت کردن جلسه انفرادی داشته باشن یا حالا طبق پلن خودمون بهشون ترمین میدیم تا ظهر ساعت 12. اگه ویزیت باشه که زو ویزیت تا ساعت 12 طول میکشه. اینا بخش منه ها، بخش شما رشته شما ممکن متفاوت باشه. معمولا 12 تا یک تایم ناهاره، نیم ساعته، تایم استراحت شما نیم ساعت است. حالا 12 تا 1 ساعت که دوست داشتید میید غذاتون رو میخورید در حد نیم ساعت. بعدش بعضی بخشا مجدد تحویل مریض به شیفت ظهر رو دارن، بعضی اصلا من ببخشید بعضی بخشا هم خب ندارن اینا. بعد از ظهر هم کار عمده‌ای که حالا من تو روانپزشکی انجام میدم باز بستگی داره دیگه، ولی کار عمده‌ای که انجام میدم اینه که آزمایش‌های صبح دوباره چک می‌کنم و نامه ترخیص می‌نویسم. بعد ساعت 4 میری خونه. 4:30 کارم من روی کاغذ تموم میشه، ولی خب معمولا تا 5:05 معمولا میمونم، ولی خیلی وقتا موقع 4:30 اومدم بیرون. خب بعد میای خونه بعد چی کار می‌کنی؟ سوالا خیلی شخصیه. میام خونه نه ولی خب بحثی داره دیگه. اصلا اگه درست بکنی فیلم ببینی، درس بخونی، اگه باشگاه بری، شخصیه اینا واقعا متفاوته. آره مثلا باشگاه و فیلم و در اینه دیگه، یعنی مثلا آخر هفته ها به هر حال مثلا بری طبیعتی چیزی مثلا میشه یا مثلا مسافرت بری شهرهای دیگه، الان که ساعت زر سخت‌تره ولی کشورهای دیگه بعضی وقتا اگه کاری بخوای به هر حال هر چیزی ممکن، هر کاری که حالا بسته به تایم تفریحاتی کافه. مدل تفریح کردن آدم خیلی با هم فرق داره. ساعت چند میخوابی راستی؟ ساعت چند؟ آره تاثیری داره. آره اینا تصمیم گیری دوستان برای مهاجرت که تاثیری داره. به خدا خیلی فرق. الان مثلا توی ایران مثلا ساعت حالا هر ساعتی آدم بیاد خونه تا 12 دیگه مثلا حداقل بیدارم. میخوام بدونم مثلا شما اینجوری یا نه؟ مثلا سیستم ایرانم رو حفظ کردم ولی کارهای آلمانی معمولا در اینا میخوابن. در اینا ولی مثلا حالا میخوام ولی من خب تا 12 معمولا بیدارم. بعد عرضم به حضورت که بریم سراغ یه سری چالش‌های متفاوت با ایران رو می‌خواستم بپرسم، ولی میتونم اینا رو الان بپرسم، میتونم بعد از حالا سوالای دیگه هم بپرسم. الان بپرسم. بیمه و مالیات و اینها گفتی تقریبا اولش 30 تا 40% من برداشتم این بود که حدوداً مالیات کم میشه. چقدر هزینه بیمه دارین؟ یعنی تفاوتی داره با ایران بیمه مالیات اینا؟ چیزی که به چشم میاد. من نمیدونم ایران چقدر کم میشه. ایران 10% یا 9% به اصطلاح بابت مالیات کم میشه، حالا چه رستوران باشه چه خود مثلا بحث حقوق و اینها باشه. مثلا مالیات اینجا عددش بیشتره، یه مقداری از مالیات هم باز آخر سال خودتون میتونید اظهارنامه مالیاتی پر بکنید که ویدیوهاش تو یوتیوب و اینا هست، یه مقدارش هم معمولا برمیگرده. حالا عدد خیلی بالا نیست ولی برمیگرده، ولی خب مالیات کسر میشه دیگه. آره یکی از تفاوت‌های جدی که من میدونم داره بحث نامه‌نگاریه، درست میگم؟ این کار سختیه دیگه. میگم شما تو آلمان هر دفعه وارد خونه میشید اولین کار که بعد انجام بدید صندوق پستیتون رو باید چک بکنید، چون همیشه یه نامه‌ای از یه ارگانی دارید.
من حتی شنیدم مثلا یه کارت بانکی میخواد مثلا صادر بشه 1 ماه میبینی طول میکشه، یعنی بوروکراسی‌هاش و اینا اینجوریه. خیلی طولانیه بوروکراسی، طولانی داره. مثلا نقطه ضعف آلمانه. دوستان ما هنوز اینجا نامه ها رو فکس میکنیم. ما هنوز ایمیل نداریم. ما هنوز چون داریم ولی از سیستم ایمیل به اون صورت استفاده نمی‌کنیم. ما هنوز فکس می‌کنیم مسائل قانونیمون رو، از ایمیل استفاده نمی‌کنیم. یعنی همه بخش‌ها دستگاه فکس دارن. حالا روانپزشکی خیلی فکس می‌کنیم، چون روانپزشکی مسائل قانونیش خیلی زیاده و شما دائما باید با اداره‌های مختلف در ارتباط باشید دیگه کشور سوسیالیستیه دیگه، مثل آمریکا که نیستیم مثلا اونجوری. نه آمریکا چه شکلیه، ولی ما اینجا هنوز صبح که می‌خوایم بریم بیمارستان چیپ دادن بهمون. یعنی ما صبح با من دیروز پیروز با همکارم گفتم ما تو ایران قبل کرونا که انگشت می‌زدیم دستگاهمون مثلا حالا شناساییمون با انگشت بود، بعدش با چهره بود. واو بودم که واو ما اینجوری بودیم تو ایران، الان به من چیپ دادید مثلا حالا چیپ می‌ذارم. یادت نهنگ عنبر افتادم که دختره رفته بود خارج اومده بود بعد رضا عطارم میگه واو. آره خلاصه که همه واو شدن دیگه. آره. پروسیجرایی که انجام میدین توی آلمان میدونم با ایران متفاوته، درسته؟ مثلا رگگیری دیگه چی مثلا؟ رگگیری یعنی آی بی لاین ببین من روانپزشکم. خب من نمیدونم یه روانپزشک تو ایران چقدر پروسیجر انجام میده. بکنم هیچی. خب برای همین شاید جراح خب حیطه فعالیتش با من قطعا متفاوته. من به عنوان یک روانپزشک که واقعا کارم کمترین خون و خونریزی رو باید تو پزشکی داشته باشه، کاری که اینجا انجام میدم خب آی وی لاین گذاشتن با منه، خونگیری با منه. معمولا پرستارا سعی میکنن خونو بگیرن، ولی چیزایی که سخته و به چالش میخورن قطعا شما باید بگیرید. بعضی وقتا هم از اول شما میگیرید، یعنی دیگه اون اذیت هم نمیکنن خودشونو، سری شما میگیرید. بعد من خیلی دیگه چی یعنی دیگه هم هست مثلا با پزشک باشه که آره مثلا ما توی روانپزشکی باز نوار قلب گرفتن با پزشک، تزریق عضلانی باز با پزشک. نوار قلب با شماست مثلا؟ نه نوار قلب با پرستاره، ولی تزریق عضلانیمون سونوگرافی سونوگرافی خب تو داخلی بله با پزشک. اینو شنیده بودم که سونوگرافی انگار هر رشته خودش سونوگرافی مربوط به کار خودش رو میکنه. آره دستگاه داره تو اتاقش خودش انجام میده. اینجوری نیست رادیولوژیست داره خودش انجام میده. من روانم خدا رو شکر سونوگرافی انجام نمیدم و اصلا هیت کاریم نیست، ولی خب تو شرایط کریتیکالی که مریض ناآرومه و شما مثلا بعد هالوپریدول به مریض تزریق بکنید یا بنزو به مریض تزریق بکنید، تزریق تو شرایط کریتیکال هم با پزشک. متوجه شد. امکان تغییر رشته هم دارین از توی رزیدنتی مثلا خود شما رو تغییر رشته بدید؟ ولی شما هر رشته‌ای که باشید، هر مقطعی از تحصیلتون که باشید، اگه مثل کار میمونه دیگه، شما مثل در واقع گرفتن پوزیشن میمونه. مثلا من الان مثال میزنم، ما الان تو بخش خودمون یک استادی داریم که قبلش تا سال آخر یعنی 5 سال اورولوژی خونده، استاد داریم که 10 سال نورولوژی خونده، همکار رزیدنتی دارم که 4 سال رادیولوژی خونده و سال 4م یه دانشگاه خیلی خوب و سال 4م احساس کرده که دیگه رادیولوژی دوست نداره و میخواد روانپزشک بشه. الان جفتشه، یعنی هم رادیولوژیست هم نه دیگه رادیولوژیش دیگه فعلا کاری از پیش نبرده تا یعنی تا تخصص نده رادیولوژیش بلا استفاده است، ولی الان روانه در واقع روان. بعد اینجوریه که مثلا از میزان سالی که باید بیاد روان کم میشه یا نه؟ فکر کنم یه سالشو میشه تطبیق داد، باز بسته به رشته متفاوته، ولی بقیه‌اش بلا استفاده است. ولی خب حقوق شما که سال به سال بالاتر میره، همین حالت هم باز بالاتر میره. یعنی من دیگه مثلا اگه الان 4 سال رادیو خونده باشم، الان روانو شروع کنم مثل سال 1 محسوب نمیشم، مثل سال 5 محسوب میشه. الان یه نفر میتونه 2 تا رشته تخصص داشته باشه مثلا اونم بگیره اینم بگیره. چیزی که خیلی رایجه بین روانپزشکی و نورولوژی، چون این تا رشته تو آلمان مکمل هم دیگه. یعنی شما اگه بخواید روانپزشک بشی بعد 4 سال روانپزشکی بگذرونی، 1 سال نورولوژی، و اگه بخواید اورولوژیست بشی بعد 4 سال نورولوژی بگذرونی و 1 سال روانپزشکی. و چیزی که رایجه اینه که بچه‌ها دوره تخصصشون رو می‌کنن 8 ساله و 2 تا امتحان تخصصی میدن. متوجه شد. بعد یه چیزی شنیده بودم که پزشک با دکتر در آلمان فرق داره، درسته؟ بله شما تو آلمان تایتل دکتر بهتون تعلق نمیگیره تا در واقع پایان نامه ارائه نداده باشید و پایان نامه‌تون ازش دفاع نکرده باشید. اینکه چقدر این پروسه طول میکشه که آدم به اون مرحله برسه رو نمیدونم، ولی من الان اتند هایی دارم، اتندن 10 سال 12 سال اتندن و تایتل دکتر رو ندارن. چه جالب. و اصلا اقدامی نیستش که شما تایتل دکتر رو حتما داشته باشید. خیلی‌ها دارن خیلی‌ها ندارن. و همکار رزیدنت خودم هم 2 تاشون تایتل دکتر دارن، بقیه‌شون ندارن. خود شما هم هنوز نرفت؟ من ندارم. من نیازم نمیبینم. و یه چیز جالبی که شنیده بودم دکتره توی شناسنامه هم ثبت میشه، درسته؟ آره تو هر چیزی که شما بخواید هر جایی ثبت نام بکنید، تو بلیت اتوبوس بخواید بخرید اون بالا یه گزینه تیتل دارید. بعد شما مثلا من بدون تیتلم ولی مثلا یه نفر تیتل مثل سید محسوب میشه دیگه، سید فلان. حالا سید بودن
مزیتی محسوب میشه تو ایران، جزء اسم آدمه دیگه. آره دیگه همه جا هست. سابقه کار توی ایران اثر داره اونجا؟ یعنی یه نفر اینجا 10 سال سابقه کار؟ من تا خیلی خودم نداشتم، خیلی دنبالش رو نگرفتم، ولی میدونم بچه‌هایی بودن که تونستن سابقه کارشون رو اینجا ارائه بدن. اینکه روند ارائه دادنش چه شکلی باشه رو نمیدونم، ولی تونستن مثلا حقوقشون رو از اون کف بالاتر بیارن. خیلی بعد بریم سراغ سوال بعدی دیگه. من چالشایی که متفاوته تا جایی که ذهنم میکشید نوشته بودم دیگه، نکته‌ای ندارم. آینده کشور آلمان و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اگه بخوای مثلا یه نظر خودتو با اون فضایی که دور و برت می‌بینی مثلا بررسی کنی چه جوری میگی؟ الان بهتره. من خیلی آدم سیاسی نیستم، خیلی اطلاعاتی هم راجع به این موضوع ندارم که الان راست میخواد مثلا بالا بیاد، چپ میخواد بالا، مثلا راست چپ کیان، خب اینا رو واقعا نمیدونم. ولی چیزی که من دارم میبینم و حسش میکنم اینه که احتیاج به یک نیروی متخصص مثل پزشک که تو آلمان همچنان هم هست و همچنان هم احساس میشه و فکر نمیکنم گروه سیاسی و حزب سیاسی روی کار بیاد که بخواد ممنوعیت ورود پزشک رو به آلمان تصویب بکنه. ولی خب دیگه دنیا واقعا فرداش معلوم نیست چه شکلی. این سوال میپرسم، حالا شاید ندونی خیلی ولی میخوام کلیتش رو بدونم. ما یه دوره سختی داریم دیگه، دوره سخت رزیدنتی در ایران داریم، یه دوره سخت. حالا رزیدنتی اگه به اصطلاح اگه سخت باشه که حالا سختی خاص خودش رو داره قطعا، ولی به طور کلی در آلمان داریم. بعد این دوره سخت قراره به کجا برسیم؟ یعنی لایف استایل من نوعی چجوریه وقتی که تخصصمو توی آلمان گرفتم، درآمدم احتمالاً چجوریه که گفتی تقریبا 6000 تا یه مثال بود حالا در مورد اون متخصص داخلی. خانواده و دوستامو چقدر میتونم ببینم بیان مثلا فرض کن اونجا، یا حالا اینو البته باز بعدم میپرسم اینو نگو. و در کل در مورد همون کار بگیم، لایف استایلم، درآمدم و کارم. این که مثلا فقط تو اینترنیه که آدم قبل لایف استایل فقط تو اینترنیه، ولی راجع به لایف استایل بعد خاصی به خودتون ببین یه موقعی من میخوام یه کار بزرگ مالی انجام بدم، احتیاج مبرم به پول دارم، میگم که وای من هر شب میرم کشیک برمی‌دارم یا میرم شهرهای مختلف کار میکنم که بتونم پول بیشتری داشته باشم، یا مثلا تو مطبم همش پشت هم مثلا تایم میدم که بتونم پول بیشتری جمع کنم. یه نفرم میگم نه من دوست دارم آرومتر زندگی بکنم، بی‌چالش‌تر زندگی بکنم، میرم مثلا یه درمانگاه سرپایی کار میکنم، یه حداقل درآمدی دارم. میدونی کاملا شخصیه. میتونی عدد بگی مثلا چقدر مثلا رو چه حدودایی عددا میچرخه مثلا بعد چون بهش نرسیدم هر چیزی بگم ممکنه خطا باشه و من ترجمه خیلی کامنت ندم تا خودم فارغ التحصیل بشم. ماکسیمومی نشدی که مثلا ماکسیموم مثلا حتی فلانی هست مثلا اینقدر درآمد داره مثلا روانپزشک فلان استاد. ما خیلی راجع به حقوق اصلا سوال نمی‌پرسیم. درسته که من الان اینجا خیلی رو صحبت کردم ولی واقعا واقعا راست میگی، حق داری. حالا در مورد بحث مهاجرت کردن، مثلا من یه چیزی شنیدم، اون سوالی که گفتم بعدم میپرسم الان رسیدم بهش. یه چیزی شنیدم مثلا بعضی کشورها مهاجرت با پارتنر هم میشه اتفاق بیفته. آلمان چنین چیزی داره؟ بله بچه‌ها پیوست داشتن که با پیوست پارتنر نمیدونم، ولی اگه زن و شوهر باشید میتونید پیوست خودتون رو با خودتون بیارید، ولی اینکه پارتنر چقدر بشه. حالا زن و شوهر انگار غیر رشته خوده دیگه، غیر پزشک، انگار بدون اینکه فرآیند فرزند چی؟ بله. سنی داره مثل کشورهای دیگه؟ نمیدونی؟ خیلی اطلاعی ندارم. میدونم که میان قبل از 18 سالگی میدونم که مدرک زبان خیلی بالایی هم، یا دقیقش نمیدونم چیه. مثلا A1 باشه. آره ولی بعدش فکر کنم C1 میخواد، ولی خیلی اطلاعاتم ناقصه، برای همین نظر نمیدم. خانواده رو میشه آورد آلمان؟ میگن، من نمیدونم، میگن یه قانونی تصویب کردن که میشه در حال حاضر، ولی میدونم که فقط اگه در صورتی که خانواده خدای نکرده بیماری‌های صعب العلاج داشته باشن، شرایط خیلی خاص داشته باشه، میتونید خانواده‌تون رو پیوست بکنید، ولی شاید یه سال دو سال دیگه شرایط فرق داشته باشه. همین الان میگن با قانون جدید متفاوته، من نمیدونم. کسی رو ندیدم که الان پدر و مادر توریستی که میتونن بیان، نمیتونن بیان. قطعا دعوتنامه میدید و میان دیگه. مثلا توریستی در حد 2-3 ماه میشه مثلا بیان. دقیقش رو نمیدونم ولی فکر کنم تا 3 ماه میشه. پس به طور کلی در این حد هست. خودت چقدر فرصت میکنی بری ایران؟ مثلا یکی خیلی سفت بگه که آقا من حتما باید هر سال شما توی ماه
30 روز مرخصی روز غیر تعطیل دارید، یعنی شنبه یک شنبه حساب نمیشه. توی سال 30 روز توی سال مرخصی روز غیر تعطیل دارید، یعنی اگه شما 2 هفته پشت هم مرخصی باشید 10 روز مرخصی حساب میشه، چون شنبه یک شنبه حساب نمیشه، این 14 روز 10 روز حساب میشه. حالا اینکه شما تو تایم مرخصیتون ترجیحتون این باشه که برید ایران یا مثلا برید کشورهای دیگه دنیا رو ببینید یا هر تصمیمی که بگیرید کاملا به خودتون بستگی داره. یکی یه هفته‌ای هم میاد ایران، یکی نه ترجیحش اینه که مثلا جای دیگه بره. اگه فرضاً یه نفر خیلی عشق ایران باشه و براش حتما مهم باشه اینا، هر بارم میتونه سال چند بار 2 تا 3 دفعه حتی میتونه 2 هفته بیاد ایران بره. بله. بعد امکان کار توی اروپا مثل توی کشورهای دیگه مثل اتریش، سوئیس اینا هست؟ من خیلی اطلاعاتم کامل نیست، ولی فکر می‌کنم اگه امکان تخصص تو آلمان داشته باشید، گزینه داشته باشید که تو اون کشور هم زندگی بکنید، یعنی زندگی که در واقع کار بکنید به عنوان متخصص. چون تا جایی که میدونم یه ویزایی، حالا مثلا حتی شما شنگن هم باشی و مثلا آلمانی هم محسوب سیتیزن هم محسوب بشی، بازم یه محدودیتی داری توی کشور دیگه موندن، مثل سوئیس. نه دیگه شما داخل کار می‌گرد. ببینید من دقیق نمیتونم، برام نگه حرف اشتباه میزنم ببخشید، ولی هر اشتباهی هم حرف میزنی اگه یه نفر اطلاعات داره و این ویدیو رو میبینه میتونه کامنت کنه. اینجا این ویدیو رو گوش داده واقعا دمش گرم. آره واقعا درود به شرفش. ولی این شکلیه که شما اگه متخصص باشی توی آلمان، یعنی مدرک تخصص از آلمان گرفته باشی، میتونی توی کشورهایی که حالا آلمانی زبان هستن و اطراف باشن هم درخواست کار بدی و بری کار. ولی اینکه شرایط اقامتی تو چقدر باید تغییر بدی نمیدونم. کسی رو دیدین که از آلمان به آمریکا بره؟ قطعا هستن، ولی اون آدمایی که من باشون در ارتباطم هنوز به اون مرحله نرسیدن. و خب نظر شخصیمو میگم بچه‌ها، ببینید آدم مگه چقدر میخواد زندگی بکنه؟ میدونید چی میخوام بگم؟ من بگم که الان اصلا شما در بهترین حالت 35 سالگی میخواین مثلا یه تخصص توی آلمان بگیرید، بعد حالا اون موقع بخواید مهاجرت کنید آمریکا. آیا آمریکا مدرک شما رو قبول داره نداره؟ دوباره بعد استپ بگذرونید، استپا رو بگذرونید، میخواین که اونجا به درآمد برسید. من خودم آدمی نیستم که اینقدر سختی رو به جون بخرم، جوریم که زودتر به یه حد ثباتی زندگیمو برسونم، خانواده تشکیل بدم، میدونی، به اون چیزایی که آدم تو زندگی عادی به من یه انسان میرسه برسم. دیگه مراحل پیشرفت ولی خب همیشه هست دیگه، شما میتونید خیلی پیشرفت بکنید. تا جایی که میدونم مدرک رو بازم آمریکا قبول نمیکنه، یعنی اصلا کشورش مهم نیست. شخصی دیگه بعضی واقعا خیلی آمریکا رو دوست دارن، خب ترجیحشون بعد حالا تو آمریکا آدم تا کی میخواد تو آمریکا باز به گرین کارت برسه، به اقامت برسه. آره دیگه سنگین کردنه دیگه. آره یه سوال میپرسم، حالا امیدوارم بتونیم خوب راجبش بحث کنیم و اینم مثل اون قضیه مالی بازش کنیم. دوست پیدا کردن و پارتنر پیدا کردن اونجا چجوریه؟ هم اشتباهی سوال پرسیدید. اینکه چجوری میتونید پارتنر و دوست پیدا بکنید تو آلمان؟ هم ایرانی هم خارجی، یعنی اینم بگو که مثلا ایرانی چقدر میبینی آدم. ببین جدی میپرسم، مثلا یه نفر اینجا مثلا خیلی دوست و رفیق زیاد داره، مثلا بدونه که مثلا بره بیمارستانی که کار میکنه همکار ایرانی داره، یا حتی اگه ایرانی نداره همکارای غیر ایرانیش مثلا میشه باشون یه آخر هفته در حد مثلا دور زدن که ندارن اونجا فکر کنم مثلا. آره دور کنم. نه ببین نگاه کن، شما من این شکلی ام. خب من با آلمانی ها شاید با همکار آلمانی بتونم یه آخر هفته رستوران برم، ولی اینو میدونم که من با همکار آلمانی به صورت دائم نمیتونم دوست بشم و ارتباط خیلی صمیمانه بگیرم و هیچ دوست صمیمی آلمانی که بتونم مثل آدم ایرانی باهاش حرف بزنم، درد و دل بکنم، هم سفره بشم ندارم. خب ولی خب این با شخص به شخص متفاوته دیگه، یعنی مثلا ممکنه یه نفر بتونه من یه بار اینو کوئسچن باکس گذاشته بودم به بچه‌ها نوشتم نه من اصلا با ایرانی‌ها هیچ ارتباطی مثلا آدمایی دیدم 14 سال 15 سال اگه میشنوی با خودت 14 سال 15 سال تو آلمان دارن زندگی میکنن و خب ترجیحشون اینه که اصلا با جامعه ایرانی هیچ ارتباطی نداشته باشن، یعنی قطع تروماتیزه شدن یا اتفاقای بدی براشون افتاده ترجیح میدن که واقعا با جامعه ایرانی ارتباط نشه. من خودم ترجیحم جامعه ایرانیه، حالا همکار یا غیر همکار، ولی آدمای ایرانی‌ام. من خودم تو دوستیابی تا حدودی موفق بودم، ولی خب یه جایی به بعد چون بچه‌ها شهرهای بزرگ نتونستن کار پیدا بکنن، آدمایی که هم مسیر خودم بودن مجبور شدن مهاجرت کنن به شهرهای دیگه و خب کم کم دور من خیلی خالی شد. الان دوباره دارم سعی می‌کنم با توجه به پیج اینستاگرامم و اینا بازم یه ذره دورم خودم رو شلوغ بکنم، ولی خب چه بخوایم چه نخوای آدم اون احساس دوست پیدا کردن که توی 20 21 سالگی داره و دوستایی که از 20 21 سالگی براش میمونن تا بعدها خیلی متفاوتن با دوستی که شما مثلا 28 9 سالگی می‌خوای پیدا بکنی. و خب بچه‌ها غالبا اینجا یه نفر رو پیدا کردن، یعنی مثلا شما آدم تک خیلی کم میتونی پیدا بکنی که باهاش بتونی دوستی معمولی بگیری. یعنی به طور کلی در ماه مثلا چند تا ایرانی می‌بینی؟ یعنی
یا عدد زیادش میکنم، انتظارم مثلا سعی میکنم زیاد با بچه‌ها اون نرمی که تو ایران بودم دارم سعی میکنم برسونم. ولی خب متفاوته، با تمام بعضیا خب گروه‌های دوستی تونستن جای ایجاد بکنن، همشون هم توی شهر بمونن، خب مداوم هم دیگه رو میبینن. بعضیا هم مثلا من بچه‌هاست بودن دوستاشون از دست دادن. ولی خب قاعدتاً بستگی به خودتون و میزان ارتباطاتتون هم داره دیگه. مثلا من چقدر دوست دارم که دوست برم، ولی اون جامعه‌ای که اطرافتون تو ایران بود از دوست آشنا فامیل، اونو اینجا ندارید و شاید نخواهید داشت هیچ وقت. درست. پارتنرم که هرچی دوست داشته باشید دیگه، اپلیکیشن‌های عضو بشید واقعا آدمایی رو بدید، اپلیکیشن‌های دوستیابی. آره خیلی خوب. دلتنگیه چقدر اذیتت میکنه برای خانواده و اینها؟ و مثلا حالا قانونا هم گفتی دیگه چقدر میتونن بیان، یعنی چقدر میخوام بدونم مهمه برات این موضوع؟ به نظرم چقدر فکر میکردی مهمه قدیم و واقعیت حالا در عمل چقدر واقعا؟ قبل از ببینید من آدم مستقلی تو ایران نبودم. خب من سابقه زندگی کردن تنها رو نداشتم. من آدمی بودم که وقتی وارد آلمان شدم حتی نمیدونستم از لباسشویی چجوری باید استفاده کنم. یعنی آدم کاملا اسپویل شده توسط خانواده بودم که سابقه زندگی کردن تنها، حتی من سابقه این که یک شب تنها تو خونه بگذرونم هم نداشتم. من چند روز اولی که تو آلمان بودم با چراغ روشن میخوابیدم چون میترسیدم چراغا رو خاموش بکنم. خب برای من خب خیلی سخت بود، یعنی نبود خانواده برای من خیلی وضعیت وحشتناکی و به وجود آورد. و به نظرم بزرگترین از این مدل بودی که موقعی که ایران بودی با خودت میگفتی برات راحت رفتن یا نه؟ آره من موقعی که ایران بودم اونجوری بودم که وای من الان یه آدم مستقل خفنه فلان میشم. ولی حالا خود پروسه مهاجرتم خب من یه بار اصلا بلیط هواپیمامو از شدت دلتنگی عقب انداختم، یعنی اصلا نمیتونستم سوار هواپیما بشم، خیلی اذیت میشدم. موقعی هم که شدم مثلا با یه وضعیت اسفناکی از ایران خدافظی کردم. ولی هست دیگه، ببینید آدم هر چیزی که میخواد به دست بیاره قاعدتا سه چیزا هم تو زندگی از هر چیزی هزینه‌ای داره دیگه. دقیقاً. آفرین. همیشه به خودم میگم که خب آدم‌ها همیشه تنها به دنیا میان، تنها هم از دنیا میرن. ولی خب اون نبودن خانواده واقعا خیلی سهم در واقع بزرگ و چشمگیری داره توی زندگی. یعنی شما میای خونه، خودمون میگم که تنها هم شاید شما پارتنر دوست نمیدونم داستانا باهاتون زندگی بکنن اوضاعتون بهتر باشه، اصلا میای خونه جا خاموشه، خودت تنهایی، خودت باید غذا درست کنی، حالا قراره مامان تو بابا تو از پشت یه دونه تلویزیون از پشت گوشی ببینی. ولی در کل آلمان جزو اون کشوراییه که اگه با همسر مهاجرت کنن، آره کسی که آدمی باهاش مهاجرت میکنه اوضاعشون به مراتب قطعا بهتر. بعد در حد تایتل فقط دیگه ما تمام همه چیزو گفتیم، فقط در حد تایتل میخوام این مواردو بگی. چه دلایلی داری که پشیمون بشی از آلمان و مهاجرتت؟ یعنی اگه فرض بگی پشیمون بودی دلایل چی هست؟ یعنی به چه چیزه؟ مثلا خود دلتنگیه، دلتنگی خیلی زیاد و تنهایی دلیلی میتونه باشه که آدمو منصرف کنه. همین چیزی که هم بزنه من همین. ولی خب بعضی وقتا هم خب زبون نفهمی خیلی اذیتم میکنه، یعنی نمیفهمم مریض چی میگه، نمیفهمم استاد چی میگه، احساس میکنم گمم تو، حالا من روانپزشکم، من خب کارم با حرف زدنه و احساس میکنم گمم بین حرفا و کلمه ها و یه وقتی مریض ازم کمک میخواد ولی اونطوری که میخوام نمیتونم کمکش بکنم. اینا خب اذیت کننده است دیگه، شما احساس ناکافی بودن به دست میده. یا یه وقتی حسرت همکارامو تو مورنینگ میخورم، میگم چقدر اینا مسلط میتونن شبو توضیح بدن، ولی من که دیشب نخوابیدم اصلا موقع حرف زدنم نمیتونم اون قدری که اونا دارن خوب صحبت بکنم. قابل درکه، فقط من خارجی ام ولی خب احساس ناکافی بودن باز به هر حال اون حسه هست. چه دلایلی داری یعنی مخالف پشیمونی برای خوشحال بودن از این مسیری که اومدی؟ یعنی تایتل خیلی دلیل گفتم دیگه، اصلا این ویدیو در واقع تشویق به مهاجرت، ولی نه به نظر من درآمد مکفی درسته کلمش؟ آره درآمد کافی، شرایط لایف استایل معقول و خب رسیدم به چیزایی که آرزوشو داشتم. اگه کنسرت فلان خواننده باشه که آرزوشو داشتم، اگه سفر به فلان کشور بوده که آرزوشو داشتم، چیزایی که اگه میدونستم که اگه ایران میموندم اگه بهش میرسیدم هم سالها طول میکشید تا بهش برسم. یه سوال میپرسم اینم باید جالب باشه، چه شوک‌های فرهنگی و اجتماعی تجربه کردی؟ خیلی من هر روز دارم اینجا شوک میشم. ولی واقعا خیلی زیاد شوک میشم چون آلمانی‌ها مدل خاصی هستن که علیرغم اینکه آدمای محتاطی هستن و خیلی دار نشون نمیدن ولی خیلی از مسائل آدم شوک میشه. تعارفی که اصلا هیچ وقت وجود نداره یا سرد بودنه، مثلا دقیقاً همینه، یعنی سرد بودنه، مثلا دور از جون مثلا یه نزدیکت فوت کرده باشه این مدلی ان که مثلا خب حالا فوت کرده دیگه بیا برو به کارت برس. نه اینطوری نیستن. یعنی تو اگه خانواده نزدیکت فوت شده باشن خدای نکرده درک و اینو دارن که حالا مرخصی بدی نه یا سر کار، شرایط روحیت اگه بد باشه نه یا سر کار و کلا نیومدن سر کار بچه‌ها و در واقع اینکه بگی من مریضم احتیاج به مرخصی استعلاجی دارم به مراتب از ایران ساده تره. یعنی شما تا 3 روز توی ماه بدون گواهی
یه پزشک میتونید استعلاجی برید. من شنیدم مثلا بدون دلیل، مثلا میگم حال کردم آره 3 روز توی ماه بدون دلیل میتونید استعلاجی برید. اینکه حقوقش چجوری حساب میشه نمیدونم، ولی 2 تا 3 روز. ولی بقیه روزهای اگه پزشک عموم خانواده‌تون هم تشخیص بده که بنا به دلایل شما یه هفته 2 هفته مریضید، میتونید مریض باشید تا نرید سر کار با گواهی پزشک. شوکای فرهنگی قرار بود بگی که چه چیزایی رو تجربه کردی؟ ببین اون حجم فشار و استرسی که ما خودمون رو فدای کار میکنیم تو ایران و اینجوری هستیم که موقعی که من دوره کرونا بود واقعا گفتن سرباز سلامت فلان، من اینترن بودم مثل شما. بعد آره میفرستادم ما رو جلو دیگه. ببینید اون احساسی که من الان وظیفه‌مه که خودمو فدای کار بکنم، سلامتیمو فدای کار بکنم، شب نخوابم صبح نخوابم کار بکنم فلان و اینا، رزیدنت ارتوپدی باشم که توی اورژانس خوابم ببره، اینا خب اینجا وجود نداره. یعنی اگرم باشه خیلی کمتره. یعنی شما اولویت اصلیت خودتی و سلامت خودته و شما خودتو فدای کار خودتون رو فدای کار نمی‌کنین. ولی خیلی اینو مثلا میشنوم که مثلا توی اونجا از صبح تا عصر بعد کار کنی، بعدش هم که همه مثلا ساعت 9 شب میخوابن، یعنی خیلی زندگی تفریحی نداره. یعنی اینجوری میشنوی، یعنی مثلا درسته خودت رو صرف کار نمی‌کنی 100%، ولی صرف هیچی نمی‌کنی. راست میگم بچه‌ها، شما اینجا هم تحت فشارید و اون فشاری که تو آلمان شما تحمل می‌کنید به خاطر ندونستن زبانه و سیستمه. خب ولی اصلا قابل مقایسه نیست با فشاری که یه رزیدنت توی سال یک تو ایران داره تحمل میکنه. اون حجم از کشیک، اون حجم از بی‌احترامی اصلا قابل مقایسه نیست. تفاوت قیمت و هزینه هایی که مثلا تجربه میکنی، مثلا بخوای درصدی بگی از حقوقت، مثلا چقدر از حقوقت الان تو درگیر مایحتاج حداقل زندگیتی؟ یعنی من خیلی چون آشپزی نمیکنم معمولا غذا سفارش میدم تا قیمت غذاها رو بهتون میگم. ببینید یه پرس 40 کباب 16 یورو 16 یورو 16 یورو. جلو گوشت اگه بخوام 18 تا 20 یورو واسه به رستوران متفاوته. سینی سرد اگه بخوام من واقعا نمیدونم تو ماش چقدر پول غذا و مایحتاج میدم، چون من معمولا غذا رو خودم شخصا بچه‌هایی که حالاش میکنن قطعا کمتر از این هزینه میکنم، ولی من شخصا خیلی حوصله غذا درست کردن ندارم، معمولا سفارش میدم و خب خیلی عدد بالایی نمیشه. فکر می‌کنم مثلا 500 600 یورو بیشتر باشه ماکسیمم کل هزینه ها. قضیه غذا هزینه حالا شما به علاوه غذا مثلا جیم ممکنه برید، مثلا باشگاه ممکنه برید، بسته باشگاهتون مثلا 50 یورو ماهانه تا مثلا این باشگاهی که من میرم 100 یورو ماهانه، ممکن متفاوت باشه، یه جای ارزان‌تر باشه. و خرید لباس و پوشاک و اینا باز متفاوته، یکی مثلا همش برند میپوشه، یکی مارک معمولی میپوشه. مثلا 200 300 یورو حداقل ماهی فکر می‌کنم لباس و اینا مثلا. بیمه بستگی داره دیگه چی بخوای بپوشی. بیمه هم که مستقیم از حقوقتون کم میشه، یعنی اون عددی که بهت گفتم بعد کسر بیمه است. بعد کسر بیمه. بعد رفت و آمد و اینا هزینه. رفت و آمدم که حالا من نمیدونم قیمت بنزین چقدره. تاکسی خودت نه من خب رانندگی نمیکنم، قیمت بنزین به کارم نمیاد. قیمت بنزین ایرانو که میدونی دیگه. نه من جز معدود آدمایی هستم که من تو ایرانم با همدان عمومی رفت آمد میکنم. آخه قیمت بنزین از اون موقعی که بودی که میگی تو کرونا بودی تا الان تغییری نکرده. من موقع رانندگی نمی‌کردم، برام فرقی نداشت. ولی چیزا وقت تاکسی بخوای بگیری خب یه ذره گرون‌تره، ولی الان که حالا الان بلیت سراسری دویچلند تیکت هست که فکر کنم 56 7 یورو ماهانه یا 58 یورو ماهانه. 58 یورو میدی کل آلمان رو میگردی. کل آلمان از وسایل حمل و نقل نزدیک مثل اتوبوس، مثل بانایی که فاصله‌های نزدیک به هم داره و قطارهایی که فاصله نزدیک داره میتونی استفاده کنی. اوکی. حمل و نقل آلمان خیلی چیز خوبی نیست، ولی حالا خوب نیست یا خوب هست؟ یعنی نه خوب نیست. حمل و نقل آلمان از لحاظ شبکه سازیش خوبه، ولی از لحاظ سر وقت بودن و امکاناتش خیلی اوضاع خوبی نداره. یعنی خیلی چیزه. ولی شنیدم که اصلا اینجوری نیست کسی دنبال ماشین خریدن و این داستانا باشه. چرا خب ماشین داشته باشه قاعدتا زندگی با کیفیت تری داری. ولی شما خودت علاقه نداری انگار. من ببینید من ایرانم ماشین نداشتم و زندگی بدون ماشین من عادت کردم. خب ولی یکی که هیچ وقت سوار اتوبوس نشده خب اینجا سختش میگم. ولی اینو مثلا در مورد ماشین من میدونم که مثلا حالا با 500 600 یورو حتی یعنی ماه اول رزیدنتی هم اگه بخوای از اون پولی که در میاری بذاری فقط برای ماشین میتونی مثلا از همون ماه اول دیگه چی بخوای بخری دیگه. یه چیز مثلا یه ماشین 2017 18 که الان پرفکت ترین ماشینای ایران همون مثلا 2017 18 خارجی ان میشه خرید. یه سوال میپرسم حالا به طور کلی، اگه یه فرض کنیم یه دنیای موازی وجود داره و تو میتونستی الان برگردی عقب و یه سری تغییرات تو این مسیرت ایجاد بکنی، جایی هست که تغییر بدی؟
اگه بخوام یه چیزی رو پاک بکنم از گذشته که قبل از مهاجرتم، یه ذره از لحاظ احساسی خودم قوی تر می‌کردم. حد اقل‌های زندگی تنهایی رو تو ایران حتما یاد می‌گرفتم. من خیلی داغون بودم، میگم نه من بلد بودم با ماشین لباسشویی کار بکنم، نه غذا بلد بودم درست بکنم، خیلی بد بودم. برام اگه یه زندگی اسپول شده با خانواده دارید شما هم مثل من و هیچ وقت تنها زندگی نکردید، یه ذره از اون حاشیه امنتون قبل مهاجرت حتما خارج بشید. اگه تراپیست دارید یا کسی دارید که باهاش میتونید حرف بزنید، اینا رو ادامه بدید. اگه افسردگی چیزی دارید مثلا یه نسخه دمویی کنترل داشته باشیدش، چون بعد مهاجرت شما هر چیزی که داشته باشید قطعا تشدید میشه و دیگه با این تفاوت که ساپورت کسی هم نداره. دقیقاً. یه چیزی که من خیلی مثلا میتونه منطقی باشه، احساساتتون هم رگولیت بکنید دوستان. اگه وارد رابطه‌ای هستید، اگه پارتنری دارید، اونو تعیین تکلیفش بکنید، بعدش مهاجرت بکنید. یه نسخه دمویی می‌خواستم اینو بگم، یه نسخه دمویی خوب آدم تجربه کنه دیگه. یعنی مثلا خب چند وقت خانواده رو بفهمه که ندیدنشون چجوریه، اینکه روابط تو دوستاتو بذاری کنار، اگه رابطه‌ای داری بذاری کنار، حالا مثلا نذاری کنار، ولی تعیین تکلیف بکنی. یعنی توی بلا تکلیفی مهاجرت نکنید چون بعداً اذیت میشید. متوجه. یه سوال تقریبا آخر میشه گفت، چه چیزایی رو تا الان نپرسیدم که بعد اینکه رفتی برات مهم شده؟ یعنی مثلا همه چی رو فکر کنم پرسیدم ولی همه چی رو با جزئیات توضیح دادم، اینکلودینگ حقوقم. ولی اینو فقط بهتون بگم بچه‌ها، همکارای گلم، هر جای مسیر هستید، اگه رزیدنتی ایران انتخاب کردید، اگه الان استاجرید، اگه الان اینترنید، اگه از شرایط موجود ناراضی هستید، احساس می‌کنید هیچ نقطه امیدی پیش روتون قرار نداره، واقعا ناامید نشید از مسیر. خیلی خیلی راههای رسیدن به خدا زیاده و تو موقعیتی که انتظارش رو ندارید اتفاقایی میفته براتون که میتونه روشنی بخش راهتون باشه. به خودتون ایمان داشته باشید. ما شرایطمون بد نیست، از خداشون هم باشه که بخوام ما تو بیمارستانشون کار بکنیم، تو سیستم درمانیشون کار بکنیم و واقعا شرایط بدی رو نداریم. و شما که از پس کنکور افتضاح ایران بر اومدید، حتما از پس امتحانات مهاجرت برمیان، امتحانات معادل سازی، زبان و این داستانا، و به خودتون ایمان داشته باشید دیگه. و هر جایی هر مسیری هم انتخاب کردید امیدوارم که موفق ترین باشید توش و لزوما نباید مهاجرت بکنید، لزوما هم اون کاری انجام بدید که دوست دارید و فکر می‌کنید که اگه 10 سال بعد به عقب فکر بکنید، به عقب برگردید، خیلی در واقع باهاش به چالش نمیخورید، یعنی از تصمیمتون خیلی ناراحت و ناراضی نیستید. اگه میخواید مهاجرت بکنید، اینا خواهرانه میگم بهتون، اگه میخواید مهاجرت بکنید و مثلا من الان یه پزشک متخصصم تو ایران و یهویی تصمیم گرفتم، یه حالا مدت هاست دارم بهش فکر میکنم، به خاطر جوی که توشم میخوام مهاجرت بکنم، پولای پشت سرتون همه رو خراب نکنید. یعنی اگه من مطب دارم، اگه خونه دارم، اگه ماشین دارم، همه رو نفروشم که اگه بعداً تو مسیر مهاجرت تصمیمم عکس شد و خواستم برگردم یا آدم سرخورده بدون شرایط باشم، مرحله به مرحله برید جلو. و این مسیری که شما انتخاب کردید مسیریه که هزار آدم قبل شما امتحانش کردن و کلی آدم هم بعد شما قراره امتحانش بکنن. نه چیز ناشناخته، نه چیز عجیب غریبیه. و اگه اونها از پسش بر اومدن، قطعا شما هم میتونید از پسش بر بیان دیگه. اینکه باز اگه سوالی بود، فکر نمی‌کنم سوالی باشه. یه سوال دیگه خیلی هم می‌پرسید بچه‌ها، ببینید خیلی تو پیجم من هر روز این سوالو ازم می‌پرسن. خب اگه روز خانومید شما دوست عزیز، اگه روسری سرتونه، اگه حجاب دارید، این داستانا، اینا خیلی پروسه مهاجرت شما رو تهدید نمیکنه، پروسه کار کردن تو بیمارستانتون هم تهدید نمیکنه. اگه بتونید خودتون رو خوب پرزنت بکنید، اندازه اون کسی که حالا اون دیگه پارچه روسری رو سرش نیست، شانس کار کردن دارید و از این بابت دچار مشکل قطعا نخواهید شد. برای همین اونجوری که دوست دارید بپوشید، اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید، به جاش روی تواناییاتون تمرکز بکنید و واقعا برای این مورد حداقل دیسکریمینیت نمیشید. بعد این بگو نه من همین دیگه. اگه تا انجای ویدیو حرفای من رو گوش دادید، واقعا درود به صبر شما، به شکیبایی شما. خیلی به نظرم مهمه این تصمیم گیری، خیلی مهمه و یکی از مشکلاتی که ما داریم، خود من تجربهش میکنم، دور و برم هم خیلی میبینم، اینه که چون مسیرایی که ظاهرا به نظر میاد زیادن، آدم در یه مرحله قرار میگیره که نمیتونه تصمیم قطعی بگیره. ببینید من هر روز یه سال برم کار زیبایی کنم، یه سال برم مثلا فلان کارو بکنم، یه رزیدنتی حالا آزمون بدم، چیزی نمیشه. میدونید من نمیدونم ورود به رزیدنتی ایران چه شرایطی داره، ولی الان اگه شما بخواید مهاجرت بکنید، اگه میخواید رزیدنتی 4-5 ساله هم تو ایران بخونید و بعدم طرح برید، من پیشنهادش نمیکنم. یعنی پروسه‌تون رو 7-8 سال بخواید عقب بندازید که تا 7-8 سال دیگه چه اتفاقی قراره تو دنیا بیفته، من پیشنهادش نمیکنم. شرایط هر کسی متفاوته، نمیشه بر همه نسخه یکسان پیچید. میدونید رسما بهترین تایم برای مهاجرت برای کسی که وارد رشته پزشکی در ایران شده
حالا و نمیخواد اون سال اول انصراف بده به هر دلیلی، اینه که بعد از عمومیش مدرکشو بگیره و مهاجرت کنه اگه بخواد این کارو بکنه. اگر نه واقعا کارشکنی زیاده و بچه‌ها بلافاصله بعد عمومی نمیتونن مهاجرت بکنن، شرایط تر رفتن و اینا بیشتر اذیت کنه. زمان ما خوب اینجوری نبود. ولی به نظر من اگه هدفتون مهاجرته هر چی زودتر اگه بین کشورهای مختلف رومید، اینم خیلی از من میپرسن، مثلا بچهای اینترن گل اینترن که مثلا آمریکا بریم یا انگلیس بریم، آمریکا بریم یا فلان بریم، مثلا ببینید هیچ جایی برای شما فرش قرمز فن نکردن. خب الان همه توانایی و فلان و اینا، شما هر کشور تو دنیا برید، حتی کشورهایی که از لحاظ حالا اجتماعی از ایران پایین‌تره، شما باید آزمون معادل سازی بدید که ثابت کنید صلاحیت پزشکی تو اون کشور رو دارید. خب حالا اشتباه این تفکر اشتباهو دارن که مثلا ایرانو قبول نداره. مثلا یه آدمی بود، مثلا یه دوست عزیزی بود، مثلا میگفتش که یعنی کلا ذهنیت اینجوری بود دیگه، مثلا یه آدم دندون پزشکی مثلا 30 سال قبل 40 سال قبل، حالا نشد میریم آلمان، منم میام آلمان. اینطوری نیست. خب آلمان هم سختی‌های خودشو داره، نمیگم نشدنی، قطعا اون دندون پزشک هم میتونه، ولی همه این برآوردهایی که ما کردیم هم باید در نظر بگیرید. یعنی آلمان هم ببینید شما تنها ملیتی نیستید که به اینجا مهاجرت میکنه، کلی پزشک سوریه‌ای، پزشک اوکراینی، پزشک روس، پزشک، یعنی شما تمام ملیت‌ها آمریکای جنوبی، کشورهای حوزه خلیج فارس، پایین‌تر، بالاتر، کلی پزشک متفاوت از کشورهای متفاوت شما دارید اینجا می‌بینید که دارن اینجا کار میکنن. کره مثلا ما پزشک کره‌ای داریم تو اورژانسمون. همه جای متفاوت شما در کنار اونها. و آلمان هم حالا اینجوری نیستش که بگیم منتظره که یه دکتر از ایران بیاد اینجا کار بکنه. خب کما که همه اینا شدنیه و از خداشون هم باشه که شما تو سیستمشون کار بکنید، ولی برای کسی هم فرش قرمز پن نکردم. برای همین با توجه به شرایط خودتون و چیزایی که براتون اهمیت داره، مثل شرایط، اگه مثلا براتون مهمه که زودتر از کشور خارج بشید یا نه، زودتر به درآمد و اقامت برسید یا نه، اینا رو همه رو برای خودتون لایوهای مختلف رو نگاه کنید، یوتیوب، اینستاگرام، جای مختلف سرچ بکنید، یه فایل اکسل درست بکنید. اگه آشنا دارید جایی، اولویتتون جایی باشه که اون کسی آشنا دارید. اگه کسی ندارید، بی کسی نگاه بکنید ببینید که کدوم یکی از اینا با اون اهداف و معیارهای آشنا داشتن خیلی مهم نیست. یعنی مثلا آشنا داشتن کسی که اون اول شما رو بخواد ساپورت بکنه از لحاظ روحی، از لحاظ معنوی، واقعا خیلی کمک میکنه. آره این هم هست، ولی بعضی آشناها می‌بینی اصلا نهایت یه هفته بخوایم مثلا. آره دیگه آشنا داریم، تو آشنا دیگه پسر خاله مامانت مثلا نباشه، مثلا یه آدمی باشه که باهاش دوستی. من تصمیم حالا در ادامه، حالا خیلی ممنونم واقعا از اینکه دعوتمو پذیرفتی و این لایو رو تونستیم شکل بدیم. به نظرم واقعا اگه کسی بخواد تصمیم بگیره راجع به مهاجرت به آلمان، یه دید واقعا منطقی و عاقلانه نسبت به اینکه چه مسیری پیش روشه و چه شرایطی در ادامه داره با این لایو به دست میاره، با این ویدیو به دست میاره و خیلی سپاسگزارم که واقعا همه سوالا رو جواب دادی، با اینکه میدونم حالا به هر حال سخت آدم، مخصوصا برای کسایی که آلمان زندگی میکنن که میدونن اصلا راجع به درآمد و اینا که اصلا حرف نمیزنن. خیلی واقعا زیاد شفاف سازی کردم، ولی ممنونم، واقعا سپاسگزارم. این نیت مثبتتون نشون میده. اگر کسی هم هستش که داره لایو میبینه، کسی رو میشناسه که کشورهای دیگه مهاجرت کردن، ارتباطاتی داره که میتونه مثلا کمک کنه ما راجع به کشورهای مختلف ویدیو بسازیم، من هدفم همینه که برای کسی که میخواد تصمیم بگیره مهاجرت کنه یا مثلا تصمیم بگیره در مورد رزیدنسی های مختلف، یه سلسله ویدیو کامل بسازم راجع به همه کشورها، راجع به حتی رزیدنسی های مختلف، و یه نفر دقیقاً انگار با خودش بگه اوکی من این ویدیوها رو که نگاه کردم، بعدش راجع به همه جا انقدر اطلاعات دارم که واقعا با تمام وجودم توانمو بذارم برای یک کشور یا یه رزیدنتی یا یه شرایط خاص، و این مرحله رسیدنه و تصمیم قطعی گرفتنه به نظر من تو شرایط الان که هر روز توی دنیا یه شکل جدید میشه، هر روز یه چالش جدید داریم، یه اتفاق با ارزشه. ممنونم واقعا از زمانی که گذاشتی و لطفی داشتی. دست هر کی که تا الان گوش داده درد نکنه که تا الان تو اینجا، یعنی واقعا اگه گوش دادید لطفا تو کامنت بگید. خیلی حرف زدیم و واقعا خیلی خوشحال میشم اگه کسی اینقدر شنونده خوبی باشه، همه رو گوش داده باشه. ان شاء الله جسد موفق باشید. سپاسگزارم ازت لطفی. من سپاسگزارم اینترنت. مرسی که هستی و مرسی بابت این لایو. اگه سوالی هست من همیشه تا جایی که تونستم توی دایرکت های اینستاگرامم من با اجازهت اینستاگرامت هم میذارم پیجت توضیحات. اگه سوالی باشه واقعا تا جایی که بلد باشم جواب میدم، چون گفتم که خانم عباسیان حالا روشنگر راه ما بود، اگه من بتونم روشنگر راه کسی دیگه باشم باعث افتخارم. خیلی محبت کردی، واقعا ممنونم. مرسی. خداحافظی کنیم. خداحافظ.